أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یک و یک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که از سوالهای خود شما هست و از طریق SMS، تماس تلفنی، پیام ها سوالاتون رو میگیریم و در این برنامه به آن جواب میدهیم. در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی عزیزانی که منتظر این برنامه هستند و میبینند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول همیشه بینندگان عزیز از طریق سوالایی که از SMS فرستادین برنامه را آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که کیفیت درود شریف بر سرور کائنات چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عبادت و یک تقرب هست و ثواب بسیار زیادی رو دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بر من درود بفرستید و هر کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستد، صلوات و سلام بفرستد، الله متعال در مقابل چنین فردی را مشمول رحمت خودش میگرداند و 10 مرتبه فرشتگان برای اون درود خواهند فرستاد. و درود در واقع یکی از دعاهایی هست که قطعا پذیرفته می شود و این سلامی که ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرستیم تا جایی که بعضی از علما گفتن وقتی که میخواید دعا بکنید دعایتان را لابلای درود بفرستید، یعنی قبل از دعا بعد از دعا همیشه درود بفرستید و در این وسط دعا بکنید که به میمنت اجابت و پذیرش درود و صلوات هم دعای شما انشاءالله قبول بشه. و یک راهکاری هست که برخی از علما این رو ذکر فرمودند و در هر صیغه‌ای که باشه و هر متن و جمله‌ای که باشه بیانگر این باشد که سلام و درودی به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسد، این اشکال نداره. صورت‌های مختلفی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که آموزش دادن به اصحاب خودشون وقتی که سوال کردن که یا رسول الله ما چگونه بر شما درود بفرستیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گونه‌های مختلفی رو بیان کردن. یکی از روایات مهمی که در این زمینه هست روایت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه هست که در صحیح بخاری و مسلم اومده. همان درودی هست که معمولا من و شما در نماز میخونیم. این یکی از بهترین صیغه ها و بهترین الفاظ درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. روایت کعب بن عجره هست و این بهترین صیغه و الفاظ هستند و کاملترینش برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما بخوانیم.
روایت دیگری هست باز هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک مقدار تفاوتی داره، اما در درجه صحت باز هم در درجه صحت روایت کعب بن عجره هست. این هر دوتا متفق علیه هستند، در صحیح بخاری و مسلم اومده و لفظش این است که این گونه درود بفرستیم: اللهم صل علی محمد و ازواجه و ذریته کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و ازواجه و ذریته کما بارکت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. و هر لفظی که باش عرض کردم که از نظر شرعی اشکال نداره و این دو لفظ و دو صیغه‌ای که ذکر شده در صحیح بخاری و مسلم، اینها جزو بهترین و افضلترین صورت‌های درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که نیت روزه نذر چگونه است؟ نیت همان گونه که بارها عرض کردم یعنی عمل قلبی هست. یعنی نیت یک سازوکاری هست که صرفاً با قلب انجام میگیرد، هیچ ارتباطی با زبان ندارد و زبان در این زمینه هیچ گونه دخالتی رو ندارد. وقتی که شما نذر کردید که یک روزی رو روزه بگیرید و آن روز را به نیت این که نذر کردید، چون که نذر کردید انجام میدهید و روزه میگیرید، یعنی این که فلان روز را شما به نیت نذر روزه گرفتید. یعنی لازم نیست که در اول وقتی که میخواید روزه بگیرید مثلا با زبان بگید که من میخوام روزه نذری روزه بگیرم که نذر کرده باشم یا روزه نفلی روزه بگیرم. مهم این است که شما روزه بگیرید، یعنی از آغاز طلوع فجر، قبل از طلوع فجر تا غروب آفتاب شما در واقع روزه باشید و نیتون این است که من روزه نفلی میگیرم. یا خانومی که مثلا قبلا روزه نگرفته تو ذهنش این است که من این روزه را به خاطر قضای روزهای رمضان خودم میگیرم، یا در ذهنش این است که من به خاطر این که نذر کرده بودم که یک روزی رو در راه الله روزه بگیرم به خاطر این روزه میگیرم. لازم نیست که بر زبان چیزی را بیاورند، همین که در قلب خودشون این تصمیم را دارند و به خاطر این تصمیم روزه میگیرن همین کفایت میکند و تلفظ نیت در هیچ عبادتی لازمی نیست. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی پرسیدن که خواهشاً درباره ذبح و شرایط آن توضیح دهید و گفتن که آیا گوشت مرغ کشتارگاه ها در ایران حلال است یا نه؟ اصل ذبح کردن یک راهکار اسلامی هست برای اینکه حیوانات مأکول اللحم یعنی حلال گوشتی را که وجود دارند اونها در واقع خورده بشود و قابل استفاده بشود. تنها راهش ذبح کردن هست و ذبح شرعی این است که در واقع سر حیوانی رو ببرند با شرایط خاصی که در این زمینه وجود دارد. برای این که یک حیوان حلال گوشت ما بتونیم از گوشتش استفاده بکنیم، راهش این است که باید ذبح شرعی بشود. باید ذبح شرعی بشود که گوشتش حلال بشود. وگرنه حیوانی که حلال گوشت است با وجود این که حلال گوشت است اگر ذبح شرعی نشود باز هم گوشتش حرام هست. مانند گوسفندی یا گاو و شتری که خود مرده باشد، میته باشد، یا به نام غیر الله ذبح شده باشد، یا به خاطر تقرب به قبری امامی، امامزاده یا جای دیگر این ذبح شده باشد، که این موارد جزئی هست که ولو این که اصل این گوشتش حلال هست، حیوان حلال گوشت هست، اما باز هم این چون که به طریق شرعی ذبح نشده گوشتش از نظر شرعی حرام قرار میگیرد. در مرحله اول نخستین چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم شروط خود اون کسی هست که حیوان رو ذبح می کند. ذبح هر کسی معتبر نیست، حتما باید یک فردی باشد که یک شرایط خاصی را داشته باشد. اولین شرطش این است که یک انسان عاقل و اهل تمییزی باشد و گوسفند را در واقع به نیت ذبح به نیت این که از گوشتش استفاده بشود ذبح بکند، نه اینکه یک فرد دیوانه‌ای باشد که بخواد که گوسفندی را اذیت و آزار بکند و خودش هم نمیفهمد که ذبح شرعی چه هست و چه معنایی دارد. انسانی که باید ذبح میکند باید انسان عاقلی باشد و اهل تمییز باشد که این حیوان را ذبح میکند. و شرط دومش این است که حتما آن کسی که ذبح می‌کند یا مسلمان باشد یا پیرو یک دین آسمانی باشد.
یا مسلمان باشد، یعنی پیرو امت رسول الله صلی الله علیه وسلم و جزء مسلمانان باشد، و یا اینکه جزء اهل کتاب باشد، یعنی یهود و نصارا. وقتی ما میگیم که اهل کتاب یعنی صرفا یهود و نصارا. اگر پیرو دین دیگر غیر از یهودیت و نصرانیت و غیر از اصل اسلام هست، اگر حیوانی رو ذبح بکند، حیوانش از نظر شرعی ولو اینکه اصلش حلال گوش هست اما از نظر شرعی خورده نمی شود و چون این حیوانی مردار شمرده می شود. کسی که ذبح می کند حتما باید مسلمان باشد یا اهل کتاب باشد. عزیزانی که در کشورهای زندگی می کنند که اهل کتاب هستند، پیرو دین یهودیت و مسیحیت هستند، اولاتر این است که ذبیحه مسلمانی رو استفاده بکنند و قصابی که مسلمان هست از اون گوشت بخرم. اگر نبود قصابی که اهل کتاب باشه، یهود و نصارا باشه، خوردن گوشتش از نظر شرعی اشکال نداره. و شرط سوم است که من اولم توضیح دادم که انسانی باشه که نیتش ذبح باشه. نیتش این باشه وقتی که گوسفند رو سر میبره نیتش همون ذبح باشد، نه موارد دیگر، یا اینکه برای غیر الله تقرب بجوید، یا اینکه اساسا هدف مثلا ذبحی رو نداشته باشد، یا موارد دیگری که حیوان کشته بشود، مانند این که فرض کنیم که تصادفی صورت بگیرد، دامهای زیر ماشین بروند یا دامی از بالای دیواری بیفتد و گردنش بشکند یا قطع بشود، خونش بریزد. این تمام جز مواردی هستند که حلال نمی شود. پس بنابراین این شرط اولی این است که ذبح کننده باید عاقل و اهل تمییز باشد. دو، پیرو یک دین آسمانی باشد، اساساً اسلام یا اهل کتاب باشد، یهودیت و مسیحیت. و شرط سوم این است که هدفش ذبح باشه، یعنی با نیت ذبح و حلال بودن و حلال شدن یک گوسفندی رو در واقع سر ببرد. و این سه شرط اساسی هستند در این زمینه. و یعنی این که اگر یک بچه گوسفندی رو ذبح کرد، کسی دیگر نبود، مرد خونه نبود و زن هم شاید جرأت نداشت، مرغی رو دادن دستش که اینو سر ببره، از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. یا اگر زن حیوانی رو ذبح بکنه باز هم هیچ گونه اشکال نداره. متاسفانه در برخی از جاها میگن که ذبیحه زن مکروهه، نه، هیچ گونه کراهتی رو نداره، کاملا حلال هست. یا مثلا در بعضی از جاها میگن که اگر کسی ختنه نشده باشد ذبیحه‌اش حرامه و نباید بخورن، مکروه. نه، چنین چیزی وجود نداره. همین سه شرطی هست که بنده عرض کردم. و در مورد خود آله‌ای که ذبح می شود، یعنی آله‌ای که با آن حیوانی رو ذبح می کنند، این باید اون آله یعنی کار باید تیز باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه تعالیمی رو دارند و فرمودند که ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، گوسفندی رو سر ببرید، کارتون رو تیز بکنید و حیوان رو راحت بکنید، نگذارید که در واقع بیشتر زجر بکشن. تفاوتی نداره که کاردی باشه یا حتی تیغ باشه. به طور مثال قبلا میگفتند که اگر با تیغی که باشه گفتند که مکروه، حرامه. نه، هیچ گونه کراهتی رو نداره. چه کارد باشه، چه سنگ تیزی باشه، چه در واقع تیغی باشه، هر آله برندی باشه از نظر شرعی اشکال نداره. منتها در این زمینه مواردی اومده که ناخن نباشه، با ناخن ذبح کردن، به فرض مرغی رو با ناخن ذبح بکنند، یا با استخوانی باشه و که از نظر شرعی این موارد جزء مواردی هستند که معتبر نیست، یعنی کراهت داره ذبح کردن حیوان با ناخن، مثلا یا مرغی باشه یا پرنده یا به وسیله استخوان. این جزء موارد مکروه است. و خود اون حیوانی که در واقع ذبح می شود و با ذبح حلال می شود اساساً باید که حیوان حلال گوشتی باشه و این گونه نیست که یک حیوان حرام گوشت رو اگر کسی سر ببرد حلال می شود. این مختص حیواناتی هست که اساساً حلال گوشت هستند. و شرط دوم در حیوان این است که حتما باید ذبح کامل بشود، یعنی گردنش بریده بشود، رگهایش قطع بشوند و خونش کاملا در واقع ریخته بشود. و شرط دیگر در حیوان این است که حتما تا لحظه سر بریدن زنده باشد حیوان. اگر کسی میخواست حیوانی رو سر ببرد و فرضاً کاردش کند بود، هرچی میکرد میخواست که گردنشو ببره، گردنشو نبرید و در این اثنا حیوان مرد، روحش از بدن بیرون اومد، این دیگه با سر بریدن حلال نمیشود. حتما باید تا لحظه سر بریدن این حیوان حتما باید زنده باشد. با این شرایط اگر کسی حیوانی رو ذبح بکنه حلال
حلال هست و بهتر و اولاتر است که رو به طرف قبله باشد. اگر که حتی یعنی عمدن رو به طرف قبله نکردن حیوانی رو وقت ذبح هیچ گونه اشکالی نداره. یا میخواستن گاوی رو، شتری رو یا گوسفندی رو ذبح بکنند، یا وقتی میخواستن ذبح بکنن ناخواسته از طرف قبله منحرف شدن به طرف دیگری، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود نداره. ولی اینکه قبله رو ندانند یا اصلا توجه هم نکنند به قبله و حیوان رو سر ببرند، به نام الله متعال از نظر شرعی حیوان حلال هست و هیچ گونه اشکالی رو نداره، گرچه به طرف قبله ذبح کردن اولاتر و بهتر هست. و بعضی از صحابه مانند حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در این زمینه آثاری وجود دارد. درست. جزاکم الله خیر بابت توضیحی که فرمودین. بیننده بعدی سوالش این است، گفتن که بنده حدود 5 سال پیش به حج تمتع رفتم و امسال هم میخوام اگر خدا بخواهد در ماه رمضان به عمره بروم. گفتن که آیا بنده برای انجام عمره در صورتی که والدین بنده راضی نیستند به اجازه آنها نیاز دارم یا خیر؟ و قابل توجه هم که پدر و مادر بنده الحمدلله سالم هستند و نیازی به کمک بنده در حال حاضر ندارند. در صورتی که پدر و مادر نیازی به کمک ایشان ندارند، یعنی نیازی به کمک جسمانی و حضوری ایشان در واقع ندارند، افراد دیگری هستند که در واقع ایشان پدر و مادر رو کمک میکنند یا اساسا خودشون الحمدلله سالم هستند و نیازی به این ندارند که کسی بالای سرشون باشه و از نظر مادی هم مشکلی رو ندارند، میتوانند که به حج بروند یا عمره بروند، لازم نیست که حتما پدر و مادر رضایت بدهند. یک فرد عاقل و بالغی برای انجام عبادت نیازی به رضایت پدر و مادر ندارند، ولی اینکه پدر و مادر بالفرض که ناراض باشند با شرایطی که ایشون فرمودند هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و ایشون میتوانند که به عمره بروند و عمرهشون از نظر شرعی صحیح هست و یک طاعت محسوب میشود. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که چند سال نماز نخواندم و الان به لطف خداوند نماز میخوانم، برای نمازهای گذشته‌ام چه کار کنم؟ بله، انسان باید شاکر باشد. کسانی که الله متعال به آنها توفیق داده که یعنی توبه کردند از گناه ترک نماز، این به توفیق الله متعال هست و یک نعمتی هست، باید شکر این نعمت رو به جا بیاورند و شکر نعمت این است که انسان باید سعی بکند که از این به بعد پایبند نماز باشد. از نظر شرعی وقتی که شما قبلا تارک الصلات بودید، یعنی پایبند نماز نبودید و عمدن نماز رو ترک کردید، این یک گناه بسیار بزرگی هست و از هر گناه انسان باید توبه بکند. وقتی که توبه کردید یعنی گذشته شما معاف هست. در روایت اومده که توبه و اسلام ما قبل را از بین میبرند، یعنی کسی قبلا مسلمان نبوده تازه مسلمان می شود، گناهانی که قبلا انجام داده اونا محسوب نمیشه، به اون گناهکار شمرده نمی شود. یا قبلا اهل گناه بوده الان توبه کرده، خود این توبه سبب می شود که گذشته انسان از بین برود و معاف بشود. وقتی که شما قبلا نماز نمی خوندید یعنی عمدن نماز رو ترک کرده بودید، گناهی رو مرتکب شدید، الان توبه کردید یعنی پشیمان هستید از گذشتهتون، فعلا در حال حاضر مشغول نماز هستید، پایبند نماز هستید و از گذشته پشیمان هستید، تصمیم دارید که در آینده برای همیشه انشالله نماز بخوانید، این توبه شرعی شما هست. انشالله الله متعال توبه شما را میپذیرند و لازم نیست که تمام سالهای عمرتون رو نمازی رو که عمدن قضا کردید دوباره اون را بخوانید، این لازم نیست. همین که از امروز به بعد پایبند نماز باشید این کفایت میکند و دعا بکنید که الله متعال انشالله شما را توفیق بدهد. ما هم دعا میکنیم که همه بینندگان عزیز رو انشالله الله متعال توفیق بدهد که پایبند نماز خودشون باشند. انشالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد مضاربه سوال داشتن، گفتن که اگر یک طرف در مضاربه $10,000 داد، طرف مقابل پیشنهاد کند که من بر عوض این $150 میدم، آیا این ربا حساب می شود یا خیر؟ این صورتی که ایشون ذکر کردند که در مضاربه یک مبلغی رو میدهند و یعنی یک مرتبه به جای $100,000 مثلا $150,000 تحویل میگیرند، این که مضاربه نشد. این قرضی شما دادید و در مقابل قرضی که دادید 100,000 دادید، 150,000 تحویل میگیرید، این دقیقا همون ربایی هست که از نظر شرعی درست نیست و حرام قطعی هست. اما صورت مضاربه یک نوع شراکت هست در شریعت اسلامی که تعریف شده، شرایط خاص خودش را دارد
و اصل مضاربه از ضرب گرفته شده. ضرب یعنی به معنی سفر هست، مضاربه به معنی سفر کردن در زمین هست که کسی به مسافرت می رود، یعنی این که مالی رو از یک کسی تحویل می گیرد و برای انجام کار و برای تجارت به جای دیگر سفر می کند. این می شود معنی مضاربه، که از یک طرفی هست، فرض کنیم پول داره، کار بلد نیست، طرف دیگر کار بلد هست، تجارت بلد هست و اما پول نداره. آن کسی که پول دارد این پول را به کسی که اهل کار هست می سپارد تا اینکه با این پول در واقع کار بکند و درآمد حاصل را باید تقسیم بکنند بر حسب اون موردی که توافق میکنند. حتما باید توافقی رو داشته باشند مبنی بر این که هرچی درآمد این کار بود به نسبت و درصدی در میان دو نفر تقسیم بشه. به صورت کلی برای صحت مضاربه چند شرط لازم هست. اولا این که مال مضاربه حتما باید مالیت داشته باشه، این وجه نقدی باشه که یک فردی این پول رو تحویل کارگر بدهد، تحویل اون صاحب شرکت بدهد که برود با این کار بکند. این گونه نمی شود که مثلا من از یک طرفی طلب دارم، الان میگم که اون خب اون طلب من رو نمیده، به خاطر این که من ضرر نکنم بهش میگم که بیا عقد مضاربه میبندی، همون مالی رو که پیش تو هست اونو بردار در تجارت و ماهانه فرض کنیم 20% به من سود بده. خب اون طرف اصلا مالی در دستش نیست که برات با اون کار بکند. اینجا فقط یک فریب هست در واقع و یک نوع حیله هست که بخواند که سودی رو در مقابل قرضی که دادند بگیرند. این درست نیست. حتما باید مالی رو اون کسی که دارد این رو بدهد به یک فرد دیگری که برود برای مضاربه و در واقع برای انجام کار. یعنی پول از یک طرف هست و کار از یک طرف دیگر هست. این صورت مضاربه هست و حتما باید این در واقع معلوم باشه رأس المالی که داده میشه برای انجام یک مضاربه و این تجارت و شراکت حتما باید معلوم باشه که من به شما 100,000 دادم برای مضاربه. اینطور نباشد که من یک مبلغی رو به شما میدم، یک چیزی الان اینو بگیر بعدا یک چیز دیگه رو شاید من اضافه کردم و اضافه نکردم. نه، حتما باید مبلغ مشخص باشه که این 100,000 دلار هست من به شما دادم، شما در مقابل بروید یک کاری رو انجام بدید، تجارت بکنید، یا اینکه کار رو مشخص بکنند، یا اگر مشخص هم نکردند اشکالی نداره. ولی اینکه کار رو مشخص هم نکردند از نظر شرعی بنابر قول بسیار از فقها مانند احناف، ولی اینکه کار رو نوع کار رو مشخص نکردند، محل کار رو مشخص نکردند، باز هم اشکالی در اصل مضاربه به وجود نمیاد. طرف میگه من اهل کار هستم، میروم هر کاری رو که دلم خواست دیدم که بیشتر فایده داره انجام میدهم، به شرط اینکه اون کار یک کار حلالی باشد و سودی رو که بود این سود رو در میان همدیگر تقسیم میکنیم. این نکته دوم. و نکته سوم این است که حتما باید فایده و سودی که به دست میاد درصدی تقسیم بشود. حتما باید درصدی تقسیم بشود. مثلا بگویند که نصف فایده مال من هست و نصف فایده مال شما هست، 50% باشه، 20%، هر چیزی که با هم دیگه توافق میکنن، یعنی درصدی باشه، مشخص شده باشه که فلان درصد، 1/100 هست، نصفش از کمتر و بیشتر هست، این باید مشخص باشه. اگر مبلغی رو مشخص بکنند این مضاربه باطل میشه. اگر مبلغی رو مشخص کردن مضاربه باطل است. من به شما 100,000 دلار میدم که اینو در تجارت بیاندازید، به شرط این که هر ماهی باید 10,000 دلار به من بدید. من کاری ندارم شما چقدر فایده کردید، ضرر کردید، به من حتما باید 10,000 دلار به من بدید. خب این شرط در اینجا باعث می شود که اصل مضاربه باطل باشه. یعنی رقم مشخص نکنند، سطحی برای فایده مشخص نکنند برای سهم هر کسی، باید درصدی باشد، 50%، 20%، کمتر و بیشتر، هر چیزی که با هم دیگر توافق کردن. پس بنابراین شرط اول این است که یک مالی در میان باشه. شرط دوم این است که این مال باید حتما مشخص باشه، مقدارش و مبلغش، نوعش مشخص باشه و فایده هم مشخص باشه. این تقسیم باشه در میان صاحب مال و در میان کسی که کار میکند و به درصدی مشخص باشد. هیچ کدام از طرفین حق ندارند که یک مبلغ مشخصی رو برای خودشون تعیین بکنن. نه صاحب مال این حق رو داره که ماهانه به من این اندازه بده و نه صاحب کار حق دارد که ماهانه من این اندازه برای خودم برمیدارم، هرچی باقی ماند برای صاحب مال باشه. هر دو شرط وقتی باشن این مضاربه از نظر شرعی باطل هست. و در مضاربه اگر یک اومدیم و ضرر کردن، ضرر روی کی هست؟
من به شما یه مبلغی رو دادم به عنوان یک مال مضاربه که شما بروید تجارت بکنید، الان اومدین شما ضرر کردید، اصلا سودی در کار نبود، الان این ضرر رو کی باید متحمل بشه؟ من که صاحب مال هستم یا شما که صاحب کار هستید؟ در مضاربه اساسا این هست که این ضرر از سود حساب میشه، ضرر از سود حساب میشه، یعنی همون مقداری درصدی که قرار بود من سود ببرم و درصدی که قرار بود شما سود ببرید، این از این در واقع کم میشه، از خود فایده کم میشه. الان اومدیم و بیشتر از اون مبلغی که باید فایده میشد اصلا فایده این نکردین تجارت و اصل رأس المال و اصل سرمایه زیر سوال رفت. این مقداری فرض کنیم که خسارت اومد، این خسارات رو چه کسی متحمل میشه؟ این رو فقط صاحب مال یعنی باید تحمل بکنه، اون کسی که پول را داده، و صاحب کار فقط زحمت خودش رو از دست داده، و از این که اصل رأس المال و پول کم شده، در صورتی که کوتاهی نکرده باشه هیچ گونه ضمانتی بر اون در واقع نیست و اگر به این گونه مضاربه انجام بگیرد این مضاربه شرعی هست. در غیر این صورت اگر این شرایط رو نداشته باشه از نظر شرعی این چنین مضاربه معتبر نیست و فاسد هست. درست، جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنند و از بینندگان عزیز نیز خواهش میکنم که سوالاشون رو مختصر داشته باشن و از طریق گیرنده تلویزیون منتظر نباشن که صداشون پخش بشه، بلکه از طریق تلفن با ما صحبتشون رو ادامه بدن. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن که بیننده از یکی از شهرهای جنوب استان فارس گفتن که من به امید خدا تازه موحد شدم، من در نمازهای 3 و 4 رکعتی به جای تسبیحات اربعه باید چه بخوانم؟ در نمازهایی که 4 رکعتی هستند یا 2 رکعتی یا 3 رکعتی باشند سوره فاتحه جزء ارکان نماز هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نمازی که در آن فاتحه خوانده نشود نمازی نیست. تفاوتی نداره که رکعت اول یا دوم باشه یا رکعت سوم و چهارم باشه. در رکعت سوم و چهارم در نمازهای فرض شما باید سوره فاتحه را بخوانید. در نمازهای فرض یعنی در ظهر، نماز فرض ظهر و نماز عصر یا نماز عشا، در رکعت سوم و چهارم باید تنها سوره فاتحه را بخوانید و در رکعت اول و دوم هم فاتحه را میخونید و هم یک سوره را، هم فاتحه خوانده می شود در رکعت اول و دوم و هم سوره خوانده می شود. اما در رکعت سوم و چهارم نمازهای فرض مانند ظهر و عصر و عشا یا مغرب که رکعت آخرش هست، در اینها در رکعت‌های بعدی رکعت سوم و چهارم فقط اکتفا می شود به سوره فاتحه. سوره فاتحه رو حتما بخوانید. اگر کسی سوره فاتحه رو نخوان نمازش از نظر شرعی درست نیست و تسبیح جایگزین قرائت نماز نخواهد شد. تسبیحات اربعه جایگزین سوره فاتحه نخواهند بود. اما در نمازهایی که سنت 4 رکعتی هستند مانند سنت قبل از ظهر یا کسی خواست که 4 رکعت سنت رو یک جا، نماز رو یک جا بخواند، در تمام رکعات نماز سنت هم سوره خوانده می شود و هم فاتحه. در رکعت اول و دوم و در رکعت سوم و چهارم در نمازهای سنت هم فاتحه خوانده می شود و هم ضم سوره می شود. این سوره باید خوانده می شود. اما در نمازهای فرض در رکعت اول و دوم به اصطلاح عامیانه پر خوانده می شوند. این هم فاتحه و سوره هست و 2 رکعت آخرش صرفا تنها سوره فاتحه خوانده می شود و تسبیحات کفایت نمی کند. درست، جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان وصله. باز از بینندگان عزیز خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و منتظر نباشین که صداتون از تلویزیون پخش بشه و همچنین سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. بفرمایید سوالتون. یک سوالی که افغانستان که سوال پولای افغانستان ما حساب ناچار کرد. یکی صداتون قطع وصل میشه. باشین دوباره بپرسین، صداتون داره قطع وصل میشه. این سوالی که مثلا پول افغانستان که پول اوزه و میده که پول الان 1000 تومانی تا 500 تومانی که باز فرق میکنه.
یعنی برای صرف کردنش؟ یا میگم مثلا دیکندارا میری میگه دیکندارا میگه که مثلا این تو مثلا پول میده بسار تومن بده 11 تومن بده، مثلا برای تو 12 تومن میگه. منظورتونه که پول قدیم رو عوض میکنم با پول جدید؟ عوض میکنم پول جدید. بله. اصلا اینجوری شده بعد دیکندارا میگیره چی میکنن؟ درست. همین پول زیادتر میگیره، مثلا پول میده میگیره با پول فروش کرد بازی حساب زیادتر میگیره. درست. سوال واضحه. سوال بعدیتون؟ یک سوال دیگه که مثلا همین میگم پشت سر بچه‌ها پول کش از نمیتونه از حساب صف اول پشت سر امام باشه. این چجوریه؟ تشکر میکنم شما. سوال دیگه ندارین؟ سوال دیگه همین بود دیگه که گفتم یکم که همین راجع به همین گفتم. درست. پول همبستی یک دیگه هم گفتم برای شما. درست. تشکر میکنم. پول همبستی برای راستی و سرکتری و آب جواری درست میکنم. برای جوی آب. بعد از این حساب برای مسجد نمیدم. بعد من میگم من مستضعف خیلی دیگه از این پول مسجد خاص کنیم. درست مسجد. من متوجه نمیشم البته. صداتون داره قطع وصل میشه الان. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. وای مثال حق. مثال حق و سوال شرعیتون لطفاً. وای. یک سوال که ما الو. بفرمایید ادامه بدین. فقط از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. بیان بعدی رو بگیریم. الو. سلام علیکم. بفرمایید. سلام، خسته نباشین. عرض سلام دارم خدمت شما و استاد عزیزمون آقای دهقان. علیکم السلام. ببخشید درباره وجود جن و اینکه اجنه در کنار ما هستن و چه عاملی باعث میشه که اینا آزار و اذیت کنن انسان ها رو، و اینکه آیا ما مثلا یه صداهایی آدم میشنوه یا یه وجود یه سایه، یه شکل سایه مانندی یا یه ضربه آدم احساس میکنه خورده، آیا امکان داره توهم باشه یا اینکه واقعا این کارا رو میکنن، این کارا از این جنا برمیاد؟ یه سوال دیگه این که شخصی که فوت کرده و نماز و روزه و مثلا تا وقتی زنده بوده نماز و روزه به جا نیاورده، توی دین شیعه هستش که حالا شریعت میگه که میگن که شیعه میگن که این به گردن پسر بزرگتره که حالا یا بخونه مثلا یا نماز و روزه‌شو بگیره برای مثلا چی پدر مادر مرده، یا اینکه مثلا به جاش پولشو بده به یه شخصی اون به جا بیاره. این آیا درست هست یا نیست؟ اگه اشتباهه که اگه درسته، اگه پسر بزرگ این کارو نکرد پسر کوچیک‌تر میتونه این کارو بکنه، یا حالا مثلا در صورت این شرایطش چطوره؟ ممنون میشم. سلامت باشین. ان شاء الله پاسخ دریافت می‌کنید. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من چند تا سوال داشتم دیدم دانشم. بفرمایید. سوال اولتون در مورد سود مشارکت. بله، در مورد مشارکت. خب یه مثال براتون میزنم. مثلا یه ماشین گرفتم، خب 50 میلیون تومان دادیم، 6 ماه پیش نمایندگی بوده. بعدا پیش نمایندگی بوده. مشارکت ازش میگیریم. 6 ماه پیش نمایندگی بوده. 6 میلیون تومان دادیم نمایندگی ماشین، اون ماشینی که می‌خواستیم بگیریم. بله. خب میخواستم اگه سود مشارکت معمولش بشه میتونیم بگیریم سودو؟ آیا میتونیم سودو بگیرن یا نه؟ الو. بله بله بفرمایید ادامه بدین. میگم میتونیم سود رو بگیریم؟ یعنی اگر سود مشارکت شاملش میشه میتونید سود رو بگیرید یا نه؟
آره هم. بله، سوال بعدیتون؟ فقط همین سوال رو داشت. درست. این الان سوالتون این بود که ماشین گرفتین 50 میلیون، 6 ماه پیش شرکت بوده و بعد سود مشارکت به شما داده، اینجوری؟ تشکر میکنم از شما. بله، بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم. یک سوال اولش که زمانی که یک حدیث شریف در یک جمع شدگی صحبت میکنیم، زمانی حالا باید استفاده کنیم خاص زمان گذشتگی را. مثلا بگویم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید یا فرموده است، این استفاده کنیم، یا دوم از اینکه یک شاید به رفت باشه اما در این خانش جواب بده جواب نداد مهم نیست. شخصی را در زمان زندگی هست بسیار ضعیف زینا اما در خواب مرده است، از دنیا رحلت کرده خدا رحمتش کنه، در خواب که میبینی بسیار چاق است و طلا و چیزا داره، حتی پرسانش هم میکنی میگه که زمانی که تو زنده بودی اینطوری ضعیف بودی، حالا چی شده که این حضور چیز بعد از مردنت؟ میگه لطف پروردگار است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت خوب و خوش داشته باشید. سلامت باشین. تماس بعدی برنده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. شریف الله مایسویس در خدمت شما هستم. من یک تو سوال داشتم. بعدش هم وقتی که طهارت بخوام کنم دندانم خون میاد، اونتا بازوری خونش حساب نمیشه. تا یک 10 دقیقه آب باید بگیرم که تا باید حساب میشه. درست. حالا بعد دوم شب روزه دوشنبه که برای سنت روزه است، آیا برای قضاری دو نیت میشه کرد یا که فقط تنها برای یک نیت است، یعنی برای سنت یا قضاری؟ روزه قرضی دیگه، روزه قضایی یعنی. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر جیان. سلامت باشین. سلامت باشین، تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی برنده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. شما خوب جناب استاد؟ سلام علیکم. سلامت باشین. سوال شریعتون لطفا. از جناب استاد یک سوال داشتم. از افغانستان زنگ میزنم در مورد حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله جل جلاله در نیمه اخیر شب با آسمان دنیا میآید، استغفار میکنند، الله جل جلاله میآید با آسمان دنیا، یعنی با آسمان پایین. یعنی تعبیر از این چی رقمه؟ چی رقم میآید؟ من توضیح بدم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ فهمیده شد. سوال واضح است. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. من سلام خود را به استاد عبدالقدوس دهقان میرسانم. من از تاجیکستان زنگ میزنم. شکرا. بفرمایید. سوال شریعتون؟ من میخوام که یک لیست که خداوند وعده جنت داده باشه که میخوام فقط در این ذکر رو کنم تفسیر بکنم. سوال دیگه هم دارین؟ نه دیگر ندارم. میخوام که فقط در این عبدالقدوس دهقان دعا کنم که ما درست. برای اسلام میگوهی چیزی خدمت بکنم. ذکر کردن جمعی که در جایی که جمع میشن. تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ سلامت باشین. سوال شریعتون لطفاً. سلام عرض در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و تفسیر می‌کنم. والا صداتون هم خیلی مشکل داره، نمیدونم چرا. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
حالا شما خوب استاد سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. زنده باشین. غرض از مزاحمت یک خانم 5-6 سال شوهرش فوت کرده. خب درست. بعد حالا یک نفر رو رفته خواستگاریش، بعد مادر شوهر اون خانومه راضی نیست و این آدمی هم که میخواد بره اینو خواستگاری کنه فقط به خاطر که سرپرست بشه واسه خودش و بچه‌هاش، ولی خب مادر بزرگ اون بچه‌ها دوست نداره، مثلا راضی نیست، مادر شوهرش راضی نیست. گفتم همین اگه جواب بدید درست. آیا گناه یا ثواب چیه؟ درست. سوال واضح. تماس بعدی رو میگیریم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. 25 سوال دارم. بفرمایید. سال اولتون و لطف کنید مختصر باشه دیگه. باشه. سوال اول، محمد ابن عبدالوهاب چگونه شخصیت بودند؟ بعضی از علماهای ما در حق این شخصیت سخنهای قبیح میگویند، دشنام هم میگویند، حتی درست. سوال واضح است. از کتاب میارند. این سوال واضح است برادر گرامی. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی، در مهاجرت با 3-4 نفر نماز جمعه خواندن جایز است؟ با 3-4 نفر؟ بله، با 3-4 نفر. این نماز جماعت عادی دیگه یا نماز جمعه؟ نماز جمعه. جمعه. بله. سوال بعدی؟ سوال بعدی، در قرآن سوره توبه به بسم الله از خواهش دارم که حکمتش رو به ما فهمانید. سوره توبه بدون بسم الله. سوال بعدی، گنبد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیدگاه شریعت چه حکم دارد؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال آخران استاد، ما در مذهب امام ابو حنیفه هستیم. بله. و یک حدیثی صحیح رو میشنویم که در مذهب امام اعظم نیست. ما میتوانیم که به همون حدیث عمل، حدیث صحیح باشه. درست. در تو در مکنات زنده باشه. در حق ما دار. سلامت باشین. خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم خدا شما. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول من این که درباره که کسی اگر باشد کلمه های کفری به زبان بیاره بگه، مثلا اعتقادی به نماز نداره، یا مثلا یک کلمه های کفری، بعد علما که شما گفتن که اینا از زنش جدا میشه، به حساب طلاق میشه. بعد خیلی هستن مسافرت، مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 1 سال مسافرت هستن، اونجا همین کلمه ها رو میگن، اعتقادی هم مثلا بعضی از اسلام خارج میشن، میرن مثلا اونجا میگه من مثلا نماز نمیخونم، یا مثلا روزه نمیگیرم، یا مثلا خدا کلمه هایی میگه، بعد مثلا 1 سال اونجا میمونه، بعد دوباره میاد اینجا خونه عقدم نمیکنه، همینجوری خانمش دیگه. حالا گفتیم این چجوری میشه؟ سوال بعدی؟ سوال درباره این زلزله گفتیم. زلزله حالا ما دیشب در افغانستان اخبار گفته بود که زلزله میشه امشب، بعد نصف شب مردم هم ریخته بود بیرون دیگه، بنده خدا تو این سرما. بعد این بعضشون میگفت که اگر یه جوری هست که مثلا این کسی که آخر چیزی میگه دقیقه، یعنی بعضا میگفت که اگر اینجوری باشه که مثلا دقیق باشه، مثلا شما مطمئن باشین که اینجوری اگر زلزله بشه، اینم یه نوع شرک میشه. درست. این چجوری میشه؟ اینم سوال واضح است. سوال بعدیتون؟ سوال دیگه سوال نداشتم. ممنون. درست. سلامت باش. تشکر میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. بنده از تاجیکستان مزاحم میشم و یک سوال داشتم. بفرمایید. میخواستم حضرت درباره همین تصوف کمتر سخن میگفتن و چخیلی که معلوم است بسیاری بزرگان تاجیک فارس اهل تصوف بودن و مثل مولانا، حافظ. میخواستم در این باره تصوف واقعی کمتر سخن میگفتن. درست. سوال دیگه دارین؟ نه. تشکر میکنم. تشکر. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ببخشید قربان. یک سوال داشتم خدمتتان. بفرمایید. آیا خانه نزدی در منزل در خونه درست است؟ آیا نظری کردن در خانه درست است؟ نظری کردن در خانه. خانه یعنی چی؟ در خانه در نظری کردن منظورش نتی هست؟ نظری کردن در خانه به چه صورت یعنی؟ یعنی نظر درست رو که در خانه به توضیح بکنید؟ دعوت میده و نون میده و خود مولود خانی در کردستان میدن. درست. اسم مانگه اسم مولودی. به چه مناسبتی این نظری رو میدن؟ به چه نیتی اساسا؟ از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید بیننده گرامی. ظاهرا تماسشون قطع شد. البته گفتم برای مولودی فکر کنم دیگه. مناسب مولودی، جشنی، دعوتی چیزی میگیرن نظری میدن. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. جناب استاد من سوالم تموم نشد ولی شما قطع کردین. خب بعد من خودم هستم آلمان. بله. پدرم از ایران زندانه. خب بعد یک برادر 18 ساله دارم با مادرم کشور سوئدم. درست. بعد به خاطر همین دیگه برادرم مادرم میخواستم برم مکه برم. گفتم به خاطر که من نیستم پسر بزرگ خونم بابام زندانه آیا این حج رفتن کلا درسته یا نیست چجوریه؟ برادرم و مادرم میخوام برم. درست. برادرم 18 ساله که حج بروند. بله بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر زیاد. خدا سلامت باشین. آخرین تماسی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. قربان شما یک جان ممنون. کل ذائقه الموت. ببخشید صداتون داره قطع وصل میشه. دوباره سوال بپرسین. نظر دعای کل ذائقه الموت. کل نفس ذائقه الموت. بله نظر بین حضرت محمد اما بعضی کسان جسمن آیا ایشان جسمن زنده است یا نیست؟ اگر روحن زنده است یعنی رسول الله زنده هستن یا نه؟ یا اگر زنده هستن چیشان روحن زنده هستن یا جسمن؟ درست. بله. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله من در ملک زندگی میکنم. پاکستان به نماز خیلی احساسات دارن. من مثلا نماز پیشین عصر اختیار مشترک میتونم حتی نمیتونم بخوانم. درست. آیا دو نماز یک جای میتونیم بخوانیم یا نماز پیش از شام بخوانیم یا بعد از گفتن بخوانیم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ و نماز جمعه بعد در مسجد هستن که خطبه درخت از گپای بسیار از خصوصای مسیح یاد میکنن مثلا تصمیم دیگه آیا نماز در اونجا رواست نه؟ درست. تشکر یک جان ممنون. قربانتون شد. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما.
از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم و انشالله اگر وقت شد دوباره سوال بینندگان رو میگیریم. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشیم. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. قد سان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. قد سان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام. فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت
أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که وقتی که پول را صرف میکنند یک مقدار پول را اضافه میگیرند، آیا این درست است یا نه؟ در مورد این که سوال بیننده ما در مورد خرد کردن پول بود که یک فردی پول در واقع نیاز به پول خرد دارد، یه مبلغی داره، چکی دارد، میخواد خردش بکند. کسی که خردش میکند مبلغی کمتر یا بیشتر تحویل بدهد، این از نظر شرعی همان ربا هست. اگر کسی فرض کنیم که یک اسکناس 5000 تومانی رو یا 10,000 تومانی رو یا یک چک رو میخواد که تبدیل به پول خرد بکند، دقیقاً همون مبلغی که در چک نوشته باید تحویل بدهد
یا دقیقاً همون مبلغی رو که یکی اسکناس 5000 یا 10,000 هست دقیقاً به همون میزان نه کم نه زیاد باید تحویل بدهد، ولو اینکه پولش خورده هست 100 تومانی مثلا بگیرد 500 تومانی بگیرد دقیقاً همون مبلغ رو باید دوباره تحویل بدهد. اگر کمتر یا بیشتر شد این در واقع جزء مفهوم ربا هست و از نظر شرعی چنین چیزی جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. آیا بچه یا کسانی که سنشون کم است می توانند پشت سر امام بیستند؟ اصل در اقامه نماز این است که در صف اول باید مردان بایستند و در صف بعدی بچه ها بایستند، پسران بایستند و در صف بعدی و بعدترش باید زنها بایستند. این کیفیت نمازی بوده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام می شده و نماز می خوندن. یعنی در مرحله اول صف جلوی مال مردان بوده، صفهای بعدی بعد از مردها بچه ها می ایستادند و بعد از بچه ها و پسرها زنها و دختران می ایستادند. در مورد صفهای دختران هیچ گونه روایتی وجود ندارد که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صف در واقع زنان هم متفاوت بوده باشه. یعنی این که اول صف زنای بالغ باشه بعد صف دخترها باشه. به صورت کلی اومده که بعد از صف بچه ها و زنها می ایستادن. و اصلا در این زمینه روایتی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیلینی منکم اولو الاحلام والنهى ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. در هنگام نماز کسانی که اهل عقلند، اهل علم هستند، فهم و درکی دارند، آنها پشت سر من بایستند و بعد اونهایی که در درجه پایین‌ترند و در مرحله بعدی اونهایی که در درجه پایین‌تر هستند. یعنی هر کسی که عالم‌تر هست، هر کسی که عاقل‌تر هست، اون باید پشت سر امام در واقع بایستد. و علتش همین است که احیانا اگر خللی در نماز امام به وجود آمد بتونند که فتح بدن به قول معروف. اگر در قرائتی دچار اشکال شد تصحیح بکنن قرائت رو. اگر برای امام اساسا مشکلی پیش اومد یک کسی باشه پشت سر امام که برود جایگزین امام بشود و نماز را تمام بکند. این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این در واقع یک نوع ترغیب و تشویقی هست برای علما، برای طلاب علم، برای ریش سفیدان، برای انسان‌های عاقل که باید پیشتاز باشند. یعنی قبل از همه به مسجد بروند و پشت سر امام در صف اول باید قرار بگیرند. این اساساً این گونه هست که باید اینها پشت سر امام باشند. معنی این روایت این نیست که اگر بچه نابالغی در صف اول بود اونو باید بکشند بیرون از صف ببرند پشت در صف‌های بعدی قرار بدن. اگر یک فرد نابالغی، یک بچه و جوانی اومد زودتر از همه رفته بود به مسجد در صف اول ایستاد، این حقش هست. کسی دیگری حق نداره چون که من عالمم، چون که من طالب علمم، چون که من ریش سفید قوم هستم، چون که من عاقل و بالغم، یک بچه رو از صف اول بردارم یا صفی که جلوی من هست اون بچه رو بگیرم بکشم بیرون که بره پشت سر بیستد. نه، این گونه نیست. هر جایی که بچه‌ای رفته بود زودتر از همه رفته بود در نماز صف ایستاده بود، کسی حق ندارد اون را بیرون بکنه. و وجود یک بچه در وسط صف هیچ گونه خللی در صف به وجود نمیاد. جالب این است که بسیاری از کسانی که حتی مردم عوام این گونه هستند، علما چون این کاری رو انجام نمیدن. اگر یک بچه نابالغی در وسط صف باشد اینو باید ببرند پشت سر صف در صف جداگانه به بهانه این که این صف قطع می شود و این بچه چون که مکلف نیست پس بنابراین این جایی که این بچه ایستاده گویا که جایش خالی شده و کسی نیست. اما خود همین افراد در صورتی که در وسط مثلا دیواری باشه، در وسط فرض کنیم که کلمن آبی گذاشته باشه، ستونی باشه، هیچ گونه اهمیتی نمیدن که صف قطع شده باشه. در صورتی که اساسا باید در اون مورد شما اجازه ندید که یک ستونی در وسط شما باشه نماز رو قطع بکنه یا بخاری باشه فرض کنیم یا اینکه کلمن آبی باشه. این موارد نباید در وسط صف قرار بگیرن. معنی این حدیث این است که انسان‌های عاقل باید همون گونه که عاقل هستند باید پیش از بچه‌ها به مسجد بروند و پشت سر امام جا بگیرند. معنیش این نیست که اگر بچه‌ای در صف اول ایستاده بود یا در صف جلوی شما ایستاده بود اون رو دستش رو بگیرید و به عقب ببرید.
ببرید. اگر در یک جایی مردم همه نشسته بودند، با هم رفته بودند در مسجد، الان قرار شد که نماز جماعت برگزار بشه، مردم بلند شدند که بروند به صف رو بگیرند، اولاتر این است که بچه‌ها پشت سر بیستند وقتی که صف می‌بندند. اما اگر یک بچه‌ای یا یک پسری با پدر خودش در صف اول یا صف جلوی شما بودند، شما حق ندارید که اون رو در واقع از صف بیرون بکشید. و معنی این حدیث که لیلی اولو الاحلام و النهی منکم اولو الاحلام و النهی، معنیش این نیست که اگر بچه‌ای در صف‌های اولیه جلو باشه یا در صف اول یا پشت سر امام باشه نماز باطل است یا نماز کراهت داره. اولاتر و بهترین است که انسان عاقل و بالغ پشت سر امام باشه. این اولاتر هست و شایسته‌تر هست برای اهل علم و علما و طلاب علم و انسان‌های عاقل که زودتر به مسجد بروند تا اینکه در صف اول قرار بگیرن. و این که اگر یک بچه جلوتر از شما رفته بود، سن و سالش از شما کمتر بودی، اساساً بچه و کودک بود، اصلا بالغ نشده بود، شما حق ندارید که اون رو از صف بیرون بکشید. این یک مطلب. مطلب دیگری که در این زمینه متاسفانه در بسیاری از جاها دیده می شود، بخشیدن صف اول یا صف جلوتر به یک فردی که پشت سر هست. این از نظر شرعی و از نظر فقهی یک کار اشتباهی هست که در میان فقها این به معنی بخشیدن و تبرع به ثواب هست و به یک فضیلتی هست که شما اونو کسبش کردید. الان اینو در واقع یک فرد دیگری رو به ترجیح بدید بر خودتون. به طور مثال در صف نماز ایستادیم، و شاگرد در صف اول هست، استاد در صف بعدی هست. به محض اینکه شاگرد پشت سرش نگاه بکنه ببینه که استادش پشت سر هست، جا رو ول میکنه، استاد میگه بفرما جلو. اگر واقعا استاد خودش اهمیت میداد باید جلوتر از شما میومد. این درست نیست که شما این فضیلت صف اول را ببخشید به کسی که بعداً اومده، ولو اینکه امام باشه هر کسی، ولو اینکه استاد شما باشه هر کسی دیگری باشه که در صف اول باشه. صف‌های دوم و سوم و چهارم اون فضیلت خاصی در واقع ندارند، یعنی ما فضیلتی رو که صف اول دارند و بخشیدن این مکان و این فضیلت صف اول به افرادی که پشت سر هستند، هر کسی باشه، ولو اینکه بزرگترین عالم منطقه باشد از نظر شرعی و خصوصا در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، بخشیدن در واقع یک فضیلت این از نظر شرعی درست نیست، باید از این مورد هم اجتناب بکنید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد وجود جن بود. گفتن که اگر در کنار ما هستند چه چیزی باعث می شود که آنها ما را اذیت بکنند و گفتن بعضی وقتا انسان چیزهایی مثل سایه می بیند، آیا اینها از توهم هست یا واقعی است؟ در مورد جن در اصل وجودش که آیات قرآن کریم صراحت دارد. الله متعال میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جنها و انسان رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت بکنند. یعنی یکی از آفریدگان الله متعال هستند و مخلوقات الهی هستند. قبل از انسانها بر روی زمین زندگی می کردند و الله متعال اونها رو از آتش آفریده و موجودات زنده‌ای هستند، تناسل دارند، یعنی ازدواج میکنند، بچه دارند، نیازی به آب و غذا دارند و یک گونه‌ای از مخلوقات الله متعال هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در دنیا آنها شما رو میبینند و شما آنها رو نمیبینید و در قیامت این برعکس است، یعنی انسانها جنها رو میبینند، جنها انسانها رو نمیبینند. این مطلب رو دقیقا نمیدونم در روایت صحیح اومده، مطلبی هست که خیلی معروفه و جن ها اساسا مانند انسان ها خب افراد صالحی رو دارند، انسان های مؤمنی رو دارند، مسلمان دارند، کافر دارند، انسان های نیکوکار و انسان های شروری رو هم دارند. امکان دارد که انسان های به اصطلاح انسان ها به صورت کلی گزندی به اونها برسد از جانب جن هایی که شرور هستند و متاسفانه در این زمینه مردم بیش از حد اهمیت دادن به وجود جنها یا اینکه ضرر و زیانی که جنها میرسانند و متاسفانه بیشترین مواردی که تعریف می شود از اینکه جنی به انسانی ضرر زده بیشترشون یک نوع توهم هست یا یک نوع در واقع گمان هست که واقعیتی رو نداره. امکان دارد که جنی انسان رو اذیت بکنن، اما این گونه نیست که هر کسی سایه دید چشمش نمیدونم به هم خورد و تصور کرد که یک چیزی رو دیده حتما جنی رو دیده باشه. اساسا اصل بر این است که جنها از دید انسانها مخفی هستند و انسان نمیتواند که جن را با اون شکل اصلیش در واقع ببیند. در دنیا چون این چیزی امکان پذیر نیست، اما امکان دارد که جن شروری وجود داشته باشه و بخواد انسان را اذیت بکند. بدین خاطر انسان باید همیشه مراقب خودش باشد.
و اون چیزی که در شریعت اسلامی اومده برای حفاظت از جنها به صورت کلی حضور در نماز جماعت یا خواندن نماز هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نماز صبح را بخواند تا شبش در ذمه الله و در پناه الله هست، نماز شب را بخواند اشاره تا صبحش در ذمه و پناه الله متعال هست. و به صورت کلی تمامی عبادات همه از نماز باشه، اخلاص در عبادت باشه، تقوا باشد یا انفاق و صدقه دادن در راه الله متعال، هر عبادتی که انسان انجام میدهد سبب می شود که انسان از جنها حفاظت بشود. و ساده ترین موردی که در این زمینه هست خود یعنی خوندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. معنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم این است که ما در واقع پناه میبریم به الله متعال از شر شیاطین. یا اذکار و اورادی رو که در این زمینه وجود داره اینها رو ما همیشه بخوانیم، اذکار صباح و مسا، و خصوصا در این زمینه خواندن قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، اینها رو بعد از هر نماز بخوانیم، در قبل از خواب بخوانیم. اینها عامل بسیار مفیدی هستند برای حفاظت از شر جنها و شیاطین. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیانه گفتن که پدرشون فوت کرده و نماز روزه را به جا نیاورده است. گفتن در مذهب شیعه قضا یا انجام آن بر عهده پسر بزرگتر خانواده است که باید آن را قضا بکند یا در عوض آن پول بدهد و فرزندان دیگر حقی ندارند. گفتن راه حل اصلی آن چیست؟ بله، کسی که در زندگی خودش نماز نخونده و وقتی که فوت میکند از دنیا میرود، در مورد نمازش هیچ گونه مسئولیتی بر فرزندانش نیست. در مورد نماز مرده هیچ گونه مسئولیتی بر فرزندان و ورثه وجود نداره، نه فرزند ارشد و نه بچه های دیگر هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارند، نه مجبور هستند و نه جایز هست چنین کاری و ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند هر کسی که مرد باید پسر بزرگش تمام نمازهای قضاییشو بخواند. یه نمازی رو که ترک کرده باشه، فرض کنیم یک پدر اصلا در طول عمر اصلا نماز نخونده باشه، الان این بچه اگر کل عمر خودش نمازهای خودش رو بخونه شاهکار کرده. الان بگیم که خودت باید نماز خودت هم باید بخونی، نماز پدرت رو بخونی، چون این چیزی وجود نداره در شریعت اسلامی. اساسا چون این حکمی وجود ندارد، چون این نمونه هم حتی وجود ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمودند نه بر فرزند ارشد لازم هست و نه بر فرزندان دیگر. این یک مطلب. مطلب دومی که حتی فدیه دادن برای نماز این هم ثابت نیست. این هم ثابت نیست که مرده از دنیا رفته الان نماز نخونده به هر دلیلی، یا عمدن قضا کرده باشه یا اینکه مریض بوده باشه قضا شده نخونده، الان بازماندگانش بیان یک بخشی از این مال را ترکه و میراث را به عنوان بهای نمازش اینو پرداخت بکنند یا اسقاط اون گونه که در برخی از موارد رسم هست. چون این چیز از نظر شرعی وجود نداره. این سوء استفاده کردن از سادگی مردم هست. علمایی که در منطقه هستن باید این موارد رو بیان بکنن. با این که شما پولی بدهید هیچ گونه نمازی، هیچ گونه گناهی از گناه ترک نماز از پدر شما کم نخواهد شد. به صورت کلی صدقه دادن برای میت جایز هست، دعا جایز هست، تأثیر داره در این که الله متعال میت رو از عذاب نجات بده. اما این که شما پولی رو به عنوان بهای نمازش پرداخت بکنید یا این که خودتان نماز بخوانید یا پول بدهید که کسی دیگری نماز بخواند، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد، نه برای فرزند ارشد و نه برای فرزندان دیگر. تنها در این زمینه روایتی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد روزه هست. در مورد روزه، در مورد نماز، خود اصل نماز یک عبادتی هست که در هر حال باید انسان بخواند. اگر کسی ایستاده میتواند، اصل بر این است که ایستاده نماز بخواند. ایستاده نمیتواند، نشسته بخواند. نشسته نمیتواند، خوابیده و دراز کشیده حتی باید نماز بخواند. نمیتواند رکوع سجود بکند، صرفا اشاره بکند، یک کمی سر خودش رو تکان بدهد، این از اون در واقع قبول میشه. نیازی نیست و موردی نیست که نماز کسی قضا بشود. حتی کسی که اصلا کاملا فلج هست و افتاده، صرفا میتونه یک مقدار سر خودش رو تکان بدهد، نماز از اون قبوله و نیازی نیست که نمازش رو ترک بکنه یا اینکه فرزندانش بعد از اون بهای نمازش رو بدن یا اینکه بخوان به جاش نماز بخونه، چون این چیزی وجود نداره. در مورد روزه روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. اگر کسی مرد و روزه قضایی برگردنش بود، جایز هست که ولیش به جایش روزه بگیرد. ولیش
به جاش روزه، بگه یک نفر اومد به جاش روزه گرفت، اشکالی نداره. اگر روزه نگرفتن میتواند که فدیه بدهد. این در مورد روزه ثابت هست. اما در مورد نماز ثابت نیست و در عبادات اساسا قیاس درست نیست. ما نمیتونیم یک عبادت رو بر عبادت دیگر در این زمینه در اثبات یک حکمی در واقع بیایم قیاس بکنیم و احکام صرفاً باید از طریق نصوص شرعی ثابت بشن که در این زمینه نصوص شرعی از قرآن و حدیث وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که ماشین گرفتن به قیمت 50 میلیون و 6 ماه پیش نمایندگی بوده. آیا اگر سود مشارکت شامل شود میتوانن این سود رو بگیرن یا نه؟ در مورد یعنی این گونه مسائل که یک فردی به خاطر یک غرض دیگری یک کاری رو انجام داده، شما یک پولی رو بردید به یک شرکت دادید به خاطر اینکه ماشین بخرید، هدفتون سرمایه گذاری نبوده، پس انداز نبوده که این پول رو بگذارید و سودش رو بخورید، میخواستید معامله رو انجام بدید، یک ماشینی رو خریدید قسطی و از شرکت تحویل بگیرید، اما شرکت پول را قبلا تحویل گرفته و قبل از اینکه جنس را و کالا را به شما تحویل بدهد رفته با پول شما کار کرده. این یک صورت. صورت دوم مانند این که فرضی رفته ثبت نام کرده برای حج یا برای عمره، پول را ریخته به حساب شرکت یا وزارت حج یا در بانکی رو به حسابی که دادن اینو واریز کرده. هدفش این نبوده که من برم این پول رو واریز بکنم پس انداز بشه و یک سرمایه گذاری بکنم و سودی از این ببرم. هدفش این نبوده، نه در کوتاه مدت نه دراز مدت. هدفش این بوده که من این پول رو واریز کردم تا اینکه فلان شرکت یا فلان مؤسسه و وزارت ما رو به حج ببرد. اما آن شرکت رفته با پول شما خیانت کرده. پولی رو که شما داده بودید برای حج قبل از این که شما رو به حج ببره شما رو به تأخیر انداخته، شما رو در نوبت گذاشته عمدن و رفته با این پول خودش با این پول کار کرده. الان از این پول یک درآمد و سود کلانی رو به دست آورده. الان شما صاحب اصلی پول هستید، چه این پول رو ریختید به نام شرکت فلان شرکت خودروسازی یا فلان شرکت حج و زیارت، اما اون شرکت رفته این پول رو قبل از موعد از شما گرفته و با این پول الان کار کرده. اگر شما این مبلغ رو نگیرید یعنی این که کمک کردید تا اینکه شرکت هایی یا افرادی یا سازمان و وزارت هایی بیش از پیش بیان سوء استفاده بکنند و از طریق نامشروع کسب درآمد بکنند. الان این شرکت اومده به خواست و اراده خودش 1% نامعلومی رو از اون سودی رو که بدون اجازه از مال شما استفاده کرده اون رو به شما باز میگرداند، گرچه این به صورت کلی جزو سود مال هست، جزء سود پولی هست که شما در واقع اینو گذاشتید. اما اگر این رو بگیرید و در جای دیگر مصرف بکنید و این رو یعنی به جای این که بانک از این استفاده بکنه یا فلان شرکت خودروسازی اینو برداره استفاده بکنه یا فلان مؤسسه حج و زیارت از این سوی استفاده بکنه، بهترین است که شما این پول رو تحویل بگیرید و به یک جای دیگر فردی که فقیر هست، مسکین هست یا در موارد دیگر این استفاده بکنید، اون اولاتر و بهتر است. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن وقتی که حدیث شریف در جمع گفته می شود بهتر است که زمان حال به کار برده شود یا آینده، یعنی گفته بشود که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید یا فرموده؟ اولا که ما میدونیم که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث رو فرمودن در زمان گذشته بوده. اینو هر کسی میدونه که امروزه رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی رو برای ما بیان نمیکنن. هرچی بوده ایشون بیان کردن در زمان حیات خودشون. یعنی ولو این که ما اینو با صیغه مضارع یا آینده بگیم که رسول الله میفرمایند که زمان حال باشه یا دلالت بر آینده بکنه، یا اینکه بگیم که فرمودند، مردم متوجه میشوند که منظور این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان گذشته در حیات خودشون یک مطلبی رو فرمودند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرموده ایشان رو شنیدند و برای ما نقل کردند. هر دو گونهش جایز است که بگیم که میفرمایند یا فرمودند، هر دو تا معنیش یکی هست، دلالت بر گذشته میکند از نظر واقعی، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم اکنون دیگه یک حکم جدیدی رو برای ما بیان نمی کنند و از دنیا رفتن. اما اگر بخوایم که دقیق تر باشه، فرمودند دقیق تر هست. به جای میفرمایند فرمودند یک تعبیر دقیق تر هست و با واقعیت مقدار سازگارتر هست. و یک نقطه دیگر که در این زمینه به این مناسبت در مورد الله متعال اولاتر و بهترین است که یعنی برای الله متعال
صیغه مفرد استفاده بشود که الله متعال میفرماید، الله متعال فرمود یا میفرماید، هر دو مورد درسته، به صورت مفرد باشه نه به صورت جمع که این دلالت بر وحدانیت الله متعال میکند. اما در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود یا فرمودند یا میفرمایند تمام موارد صحیح جایز هست. فرمودند یا میفرمودند دقیق‌تر و اعلی‌تر هست. درست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد تعبیر خواب پرسیدن، گفتن شخصی مرده و در خواب افرادی اومده است که چاق و سرحال است و وقتی که علت را ازش سوال میکنن هم گفته که این از نعمت و لطف پروردگار است. تعبیرش چیه؟ قطعا وقتی که کسی در خواب اون چیز رو ببینه که نشانه شادمانی هست، علامت صحت هست، علامت سلامتی هست، این یک مواردی هستند که انشالله یک مژده هایی هستند بر این که الله متعال گناه آن مرده رو بخشیده و با اون معامله خوبی شده با اون و در ناز و نعمت هست و انشالله که امیدوار هستیم که الله متعال تمامی مردگان مسلمانان رو، عزیزانی رو که از دنیا رفتند یا عزیزانشون از دست دادند و خصوصا بینندگان عزیز که دائما طلب دعا میکنند، انشالله که دعا میکنیم الله متعال تمامی مردگان و رفتگان مسلمانان رو مورد رحمت و کرم خویش قرار بدهد انشالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در وقت طهارت دندانشان خون می آید. اشکالی ندارد، یعنی به صورت کلی از نظر جمهور علما وقتی که خون جز شکننده های وضو شمرده نمی شود، حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خون جز شکننده های وضو هست، این مورد استثناء هست. یعنی اگر کسی در هنگام وضو دندانش خون آمد و این خون غالب بر آب دهانش نبود، در این صورت به اتفاق وضویش نشکسته و وضویش درست است. ولو اینکه غالب بشود بر آب دهان، از دیدگاه جمهور فقها وضویش نشکسته و خصوصا اگر کسی دائم این گونه باشد که دندانش همیشه خون میاد و اگر صبر بکنه که مثلا خون دندانش بند بشود، چه بسا که نماز جماعت از اون فوت بشود یا مجبور است که چندین مرتبه برود وضو بگیرد یا اساسا به صورت کلی مزمزه رو ترک بکند، این یک مواردی هستند که انسان رو در حرج میاندازد و در این زمینه اون مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت اولاتر و به واقعیت نزدیکتر هست که خون جزء شکننده های وضو نیست، خصوصا وقتی که خون آمدن لثه در هنگام وضو باشد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در مورد روزه دوشنبه و پنجشنبه که روزهای سنت است، گفتن آیا می شود هم نیت روزه سنت کرد و هم نیت روزه قضا را، یعنی دو نیت را در یک جایز هست که انسان در روز دوشنبه و پنجشنبه به نیت فرض روزه بگیرد. یعنی به فرض افراد خانواده در این روز روزه نفلی میگیرند. یکی کسی هست که روزه قضا دارد، میگه که من چون که شما همه روزه هستید منم روزه میگیرم، من تا روزه من روزه فرضی باشه یا روزه قضای روزهای گذشته باشه، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما این که در یک روز و با یک روزه شما دو تا نیت رو داشته باشید، هم نیت سنت رو داشته باشید که روز دوشنبه باشه و هم نیت روزه قرضی رو داشته باشید قضای روزهای گذشته باشه، این دو از نظر شرعی درست نیست. در عبادت حتما باید نیت قطعی باشد، نیت باید قطعی باشد که حتما شما باید مشخص بکنید که من روز دوشنبه را به نیت سنت روزه گرفتم. اگر به نیت سنت بوده اون روزه واجبتون، روزه قضاییتون همچنان باقی هست. اما اگر به صورت به نیت روزه قضایی هست حتما باید مشخص بکنید و اشتراک در نیت از نظر شرعی درست نیست که این نماز من هم فرض باشه هم سنت باشه، این روزه من هم سنت باشه و هم این که فرض باشه و قضایی باشه. از نظر شرعی چون این چیزی درست نیست. این نیت باید قطعی و 100% و کاملا مشخص باشه و یک روز را بدون نیت روزه گرفتن از نظر شرعی درست نیست. یا حتی تردد در نیت هم درست نیست. انسان باید نیتش باید قطعی باشه، مانند روز شک از اون نهی اومده که
30 روز هست قبل از ماه مبارک رمضان. الان معلوم نیست که این اول رمضان هست یا آخرین روز ماه قبل شمرده می شود. یک فردی روزه بگیرد به این نیت که اگر رمضان بود نیتم فرض حساب بشه، اگر رمضان نبود نفل حساب بشه، چون این چیزی درست نیست. این روز اصلا حساب نمیشه. باید بالفرض اگر رمضان هم بوده باشد باید یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد. نیت کاملا باید مشخص بشه، یا سنت یا فرض، و کاملا باید مشخص بشه و تعددی رو یا شک و تردیدی در نیت نباید وجود داشته باشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد حدیثی سوال کردن که حدیث اومده است که الله جل جلاله در نیمه اخیر شب به آسمان دنیا می آید. گفتن که تعبیر آن چگونه است؟ در مورد نزول الله متعال یا اساساً علو الله متعال که الله متعال در آسمان ها و بر روی عرش هستند، ما در این زمینه آیات و روایات بسیار زیادی وجود داره. یعنی 10 آیه و روایت وجود داره در این که الله متعال بر روی عرش هستند. به طور مثال این تعبیر الرحمن علی العرش استوى تقریبا در 7 مورد در قرآن کریم اومده، غیر از موارد دیگری که الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده. الرحمن علی العرش استوى یعنی این که الله متعال بر روی عرش هست. این فرموده الله متعال در قرآن کریم است و در 7 جا الله متعال این تعبیر رو دارند. غیر از این که آیات بسیار زیاد دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد که دلالت بر علو الله متعال دارند که الله متعال در آسمان ها و بر فراز زمین و آسمان و در روی عرش هستند. این موردی هست که در قرآن اومده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و در فطرت انسان ها هم وجود دارد. فطرت انسان ها هم وجود دارد. حتی انسانی که اساساً به وجود الله معتقد هم نباشه، وقتی که دچار مشکلی میشه بالفطره به طرف آسمان نگاه میکند و دستاش رو به طرف آسمان در واقع بلند میکند. دلایل بسیار زیادی هستند که بسیار مفصل هست. در مورد اسماء و صفات الله متعال ما یک قاعده رو داریم که برگرفته از خود قرآن کریم هست که الله متعال میفرماند لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. یعنی هم نفی کرده و هم اثبات کرده. الله متعال میفرماید که مانند الله متعال هیچ چیزی وجود ندارد. لیس کمثله شیء، مانند الله متعال هیچ چیز نیست. هر چیزی رو شما تصور بکنی مانند الله متعال نیست و الله متعال هم مانند هیچ چیزی نیست. نه باید مخلوقی رو به الله متعال تشبیه بکنیم و نه الله رو به مخلوق تشبیه بکنیم. و در ادامه الله متعال میفرماد و هو السمیع البصیر، الله سمیع و بصیر هست. خب اول الله متعال نفی کردند که مانند الله متعال هیچ کسی نیست، هیچ چیزی وجود نداره. بعداً الله متعال صفت رو برای خودشون ثابت کردند که الله متعال سمیع و بصیر هست. مگر من و شما سمیع و بصیر نیستیم؟ درست. سمیع و بصیر هستیم. انسان علیم هست، سمیع هست، بصیر هست، قادر هست. تمام این صفات رو انسان هم دارد. خب چه چیزی رو الله متعال نفی کرده که لیس کمثله شیء؟ یعنی این که الله متعال در ذات خودش و در صفات و افعال خودش مانند انسان نیست و انسان هم در ذاتش و در صفات و افعالش مانند الله متعال نیست. یک تشابه اسمی وجود دارد، یعنی این که الله سمیع هست، انسان سمیع هست، الله بصیر هست، انسان هم در واقع بصیر هست. اما این بصیر بودن و سمیع بودن انسانها بدین معنی هست که الله متعال در واقع میخواسته که سمع و بصر را به ما معرفی بکند. سمع و بصر را به ما معرفی بکند. این نقطه خیلی لطیفی هست. بالفرض این که در قاموس بشریت چیزی به عنوان شنوایی، چیزی به عنوان بینایی اصلا وجود نمی داشت. سمیع و بصیر یک کلمه گنگی بود که انسان اصلا معنیش را نمیفهمید. الله متعال خودش رو معرفی میکرد که من سمیع و بصیر هستم. خب ما که نمیفهمیدیم که سمیع بودن، شنوا بودن به چه معنی هست، بصیر بودن به چه معنی هست، علیم بودن به چه معنی هست، خب نمیتونستیم که الله متعال رو بشناسیم. الله متعال از جنس همین صفاتی که انسان دارد همین رو برای ما معرفی کرده که الله متعال سمیع و بصیر هست و قبلش هم گفته لیس کمثله شیء، یعنی این که این سمع و بصری که شما دارید اصلا قابل مقایسه نیست با سمع و بصری که الله متعال دارد. به چه معنی؟ به این معنی که انسان در روشنایی می‌بیند اما در تاریکی نمی‌بیند. خیلی دور باشد نمی‌بیند، نزدیک باشد می‌بیند، خیلی نزدیک باشد باز هم نمی‌بیند و تشخیص نمی‌دهد.
انسان سمیع هست اما صدایی که خیلی بلند باشه نمیفهمد و نمیشنود، صدایی که خیلی پایین باشد نمیشنود، صدایی که از راه دور باشه پشت دیوار باشه نمیشنود. پس بنابراین این یک نوع تشابه اسمی بین صفات الله و صفات انسان هست، به خاطر اینکه انسان پروردگار خودش را که الله را با انسان تشبیه بکند، انسان را با الله تشبیه بکند، اون از نظر شرعی به انحراف رفته، برخلاف منهج اهل سنت و الجماعت و قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس بنابراین در تمامی چیزها، هم در ذات الله متعال و هم در صفات الله متعال و هم در افعال الله متعال، الله متعال یگانه و بی همتا هست. هیچ گونه شباهتی بین الله و انسانها و مخلوقات وجود ندارد و هیچ انسان و مخلوقی شبیه پروردگار نیست. خب الان با این قاعده، یک قاعده کلی هست در تمام اسما و صفات الله متعال، این مورد رو ما باید داشته باشیم. خب با این قاعده ما میریم سراغ آیات قرآن کریم. الله متعال در جاهای متعددی فرمودند که الرحمن علی العرش استوى، الله متعال بر روی عرش است. خب الله متعال هم گفته که الله سمیع و بصیر هست. ما باید بیایم سمع و بصر الله را با سمع و بصر خودمون قیاس بکنیم، بعد میگه نه الله متعال که نمیتونه شنوا باشه، الله متعال نمیتونه بینا باشه. اساساً بینا بودن و شنوا بودن انسان و الله متعال با همدیگر کاملا متفاوت هست. به این چیزی که ما نیاز داریم، به این ابزاری که ما نیاز داریم برای دیدن و شنیدن، الله متعال نیاز ندارند. یعنی اساساً اشکال کار در این است که افرادی اومدن بخواند که الله را با انسان تشبیه بکنند یا از یک صفتی که انسان دارد صفتی را که الله دارد اونو تصور بکنند. وقتی که الله متعال میگوید که من بر روی عرش هستم، ما یک چیزی تصور بکنیم که یک عرشی وجود داشته باشه، یک چیزی بالای عرش باشه، باید در یک جهت مشخصی باشه، باید منفصل باشه، متصل باشه. این عوارض بشری هست، اینا چیزهایی هست که در دایره زندگی دنیا ما اونها رو میبینیم. الله متعال با انسانها قابل مقایسه نیست، همان گونه که وجود الله متعال و حیات الله متعال قابل مقایسه با وجود و حیات انسانها نیست. ما زنده هستیم اما برای زنده بودن نیاز به نفس کشیدن داریم، نیاز به جسم داریم، اما زنده بودن الله متعال نیاز به این عوارض نداره. پس اساسا نباید که الله متعال را با بندگان مخلوق تشبیه کرد یا اینکه انسان را با الله متعال تشبیه بکنیم. در مورد نزول الله متعال روایت صحیح است، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردن، در صحیح بخاری و مسلم هست. روایت متعددی در این زمینه وجود داره که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیله الی السماء الدنیا، الله متعال در هر شب به آسمان دنیا فرود میان، در زمانی که یک سوم باقی مانده شب باقی میماند و الله متعال صدا میزنند که من یدعونی فاستجیب له، چه کسی از من طلب میکند که دعا میکند من اجابت بکنم، من یسالونی فاعطیه، چه کسی از من درخواستی دارد که من برآوردش بکنم، من یستغفرنی فاغفر له، چه کسی از من طلب مغفرت میکند که من اون را ببخشم. خب الان در این حدیث آمده که الله متعال به آسمان دنیا نزول میکنند. ما حق نداریم که نزول الله متعال را مانند نزول خودمون بیایم قیاس بکنیم. درست. که نزول انسان بدین معنی هست که من از یک جای بالایی حرکت بکنم برم به جای پایین، وقتی که پایین رفتم بالا نیستم، وقتی که بالا هستم پایین نیستم. این یک تصور غلط هست در مورد صفات الله متعال و عقیده اهل سنت و الجماعت در این زمینه این است که همان گونه که ذات الله متعال شایسته ذات ایشان است، منحصر به فرد، قابل مقایسه نیست. سمع و بصر الله متعال شایسته ذات ایشان هست، منحصر به فرد، قابل مقایسه با سمع و بصر انسان نیست. علو الله متعال هم شایسته ذات الله متعال هست و نباید مقایسه بشه با انسان. نزول الله متعال، پایین اومدن الله متعال از عرش به آسمان دنیا شایسته ذات الله متعال هست و ما اجازه نداریم که با معیارهای بشری خودمون در مورد الله متعال قضاوت یا پیش داوری بکنیم. درست. تشکر میکنم از شما بابت این توضیحی که دادین. بینندگان عزیز، در اینجا هم با هم یک میان برنامه کوتاهی میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما
طريقي تجلى ونورك تمل. بربي مليكي فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل. حياتي أضاءت وقلبي سماء، طريقي تجلى ونورك تمل. جلال الحياء وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء. جلال الحياء لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا عبد الله. الله أكبر الله أكبر. حياتي أضاءت وقلبي سماء، طريقي تجلى ونورك تمل. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن در مورد این که ذکر دست جمعی که در جای جمع میشن و ذکر انجام میدن این چه حکمی دارد، و بیننده دیگر هم در مورد تصوف سوال کردن، گفتن که تصوف واقعی چه کسانی هستن؟ در مورد ذکر هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که ذکر یکی از عبادات منحصر به فردی هست که الله متعال به ما دستور داده که بسیار ذکر بکنیم، در هر حالتی در ذکر و یاد الله متعال باشیم و اذکار و اوراد مشخص و مسنونی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر می‌کردن و ذکر یک عبادت هست. یک قاعده رو همیشه مد نظر داشته باشیم که در کیفیت عبادت و در نوع عبادت ما هیچ گونه دخل و تصرفی رو نداریم. تمامی این موارد توقیفی هست، یعنی فقط و فقط الله و رسول تعیین کننده هستند. الله و رسول هستند که به ما میگن که این عبادت را در فلان وقت با فلان کیفیت شما و در فلان جا باید انجام بدهید. هیچ کسی و هیچ عالمی از طرف خود اجازه ندارد که برای یک عبادتی کیفیتی را مشروع بداند و یک کیفیت خاصی را برای یک عبادت مشخص بکند که شما باید این عبادت را در فلان وقت انجام بدهید و با فلان گونه و در فلان حالت این رو انجام بدهید. این در حیطه اختیار هیچ عالمی و هیچ امامی نیست. عبادت صرفاً توقیفی هست، یعنی متوقف بر شریعت هست، بر قرآن و سنت هست. این الله و رسول هستند که نوع عبادت را و کیفیت و مکان و زمان عبادت را برای ما تعیین میکنند. در مورد عبادت ذکر یک عبادت مطلق هست، انواع متعددی رو دارد، یعنی اذکار متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده. ما باید صرفاً همین اذکاری رو که از رسول الله ثابت شده همین اذکار رو باید بخوانیم، اذکار دیگری از نظر شرعی اجازه نداریم.
فقط به همان کیفیتی که رسول الله ذکر می‌کردند و به ما آموختند ما باید با همان کیفیت ذکر بکنیم. اجازه نداریم که با کیفیت دیگر از طرف خودمون بیایم یک کیفیتی رو اضافه بکنیم و ذکر بکنیم. به طور مثال برخی از در واقع متصوفین که بحث تصوف هم بود که توضیح خواهم داد، اومدن ذکری رو مثلا ایجاد کردن که در زمان رسول الله نبوده. مثلا هو که میگه هو این از نظر شرعی ذکری نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله چنین ذکر کرده باشند. پس بنابراین وقتی که رسول الله ذکر رو نکردن، این ذکر رو به ما معرفی نکردن، هر کسی دیگری که باشه، ولو اینکه ائمه اربعه باشند، ولو اینکه امام بخاری باشد، ولو هر کسی دیگری که باشد، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نفرمودند، حرف هر کسی دیگری باشه ما این حرفش رو به دیوار میزنیم. زیرا که عبادت باید صرفاً از کانال الله و رسول به ما برسد و هیچ کسی حق ندارد که در دین ما چیزی رو کم بکند یا اضافه بکند یا در کیفیت ذکر. این مثالی بود برای اینکه یک نوع ذکری رو ایجاد کردند که در زمان رسول الله نبوده. ذکر لا اله الا الله افضل الذکر هست، در این هیچ گونه شکی وجود نداره. از میان اذکار لا اله الا الله بالاترین ذکر هست. اما یک افرادی بیاند اینو تقسیمش بکنند و اینو ببرند ذکر لا اله الا الله رو با کیفیتی غیر از کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر می‌کردند و آموزش دادند ذکر بکنند، این مردوده. مثلا بعد میگن لا اله لا اله لا اله، یعنی تقسیمش کردن. لا اله اول ذکر میکنن، این لا اله لا اله لا اله میگن، آخرش میگن الا الله الا الله الا الله. خب یعنی چی؟ مسخره کردن دین هست. ذکری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام ندادن، هیچ کسی چنین قداستی رو نداره و چنین جایگاهی رو ندارد که ذکر جدیدی رو ایجاد بکند یا اینکه یک ذکری رو تغییر بدهد کیفیتش رو. این در حیطه این قدرت یک انسان و عالم و امام و صحابی نیست. صرفا باید الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین حکمی رو برای ما صادر بکنند که متاسفانه چنین چیزی وجود نداره و این گونه اذکار بدعتی هستند. الان یکی از گونه های ذکر دست جمعی هست. این که مردم در یک جای جمع شده باشند و ذکر دست جمعی بگن، یعنی همه با صدای بلند مثلا میگن لا اله الا الله لا اله الا الله با یک کیفیت خاصی که به رقص و موسیقی شبیه تر تا به عبادت باشه. یا متاسفانه در بسیاری از جاها رقص و موسیقی دیگه اضافه بر اون هست و حتی یعنی با رقص و موسیقی میخوان که الله متعال را یعنی ذکر بکنند، یاد بکنند به بهانه تقرب. اینها ذکرهای شیطانی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری رو انجام ندادند و ما مجاز نیستیم و این عبادت نیست، این بدعت از ضلالت و گمراهی هست و عاقبتش هم آتش جهنم هست. ذکر دست جمعی هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. در روایاتی اومده که هرگاه یک گروهی در یک جای جمع بشوند و الله متعال را یاد بکنند، یعنی حلقه علم باشه، این حلقه علم، حلقه قرآن خوندن، این ذکر الله متعال هست. درس دینی، یک حدیثی رو امام میخواند بعد از نماز، این حلقه ذکر هست و این ثواب داره، فرشتگان میان حاضر بشوند. این از نظر شرعی مشکل نیست. اما این که جمع بشوند و هو بکنند، الله الله بکنند، یا خود همین ذکر جلاله الله که به صورت لفظ مفرد باشه، الله الله الله، این هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. سبحان الله ثابته، الحمدلله ثابته، لا اله الا الله ثابته. اما این که ما این الله را یعنی قطع بکنیم، ما قبلش رو ما بعدش رو فقط بگیم الله الله، یا حتی اون الله را کلماتش رو حروفش رو قطع بکنیم آخرش همون هوش رو باقی بگذاریم، این از نظر شرعی یک دیوانگی و جهالتی است که در شریعت اسلامی اصلی رو نداره و ذکر دست جمعی در زمان رسول الله نبوده و بدعت و ضلالت هست. و حتی در روایتی اومده که حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه یک روز وارد مسجد شد، دید که یک گروهی در اونجا نشستند و دارن ذکر میکنن. یک فرد ایستاده و بالای سر یک گروهی در اونجا در مسجد قبل از نماز صبح میگه که بگویید 100 مرتبه بگویید که سبحان الله. مردم میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این که تمام میشد الان بگید 100 مرتبه الحمدلله، 100 مرتبه لا اله الا الله. وقتی که این رو دید رفت قبل از نماز فجر رفت خونه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که بیا من امروز در مسجد یک چیز عجیبی رو دیدم، یعنی این که قبلا نبوده، تازه ایجاد شده، یک افرادی اومدن دارن این کار انجام میدن. گفت که چی دیدی؟ گفت این گونه دیدم، این گروه جمع شدن ذکر دست جمعی میکنن. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه گفت خب بهشون چی گفتی؟ گفت چی نگفتم، منتظرم که شما بیاید چی میگید. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه را بالا سرتون گفت که چی کاری رو دارید انجام میدید در اینجا؟ گفت هیچی، نشستیم ذکر میکنیم، مگر ذکر هم عیب داره؟
شما یعنی متاسفانه اگر ما بخوایم که مردم رو سنت یاد بدیم، میگن که مردم رو نمیگذارند که دعا بکنن، مردم رو نمیگذارند که ذکر بکنن. خب همون گونه که رسول الله دعا کردن، ذکر کردن، صحابه ذکر کردن، دعا کردن، شما هم دعا بکنید. مطابق با رسول الله صلی الله علیه و سلم باید باشه. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه گفتند که این کار ذکر خیر هست و فرمودند منتها بسیاری از مردم هستند و کم من مرید للخیر لا یبلغه، و چه بسا افرادی هستند که دنبال خیرند و کارشون خیر نیست و شره، فکر میکنند که کار خیری رو انجام میدن و شره. گفت من به شما ضمانت میدم که از کار شما چیزی گم نشه، برید گناهان خودتون رو حساب بکنید، من ضامنم که از این ذکر شما چیزی گم نشه. و در ادامه یک جمله رو فرمودند که یا شما از رسول الله بهتر میدانید یا این که دارید یک باب ضلالتی رو برای مردم باز کردید. خب چیزی رو که رسول الله نگفتند، انجام ندادند، الان فلان صوفی الان اومده گفته اینطوری شما ذکر بکنید، یعنی این که این از رسول الله بیشتر میدونه. چیزی رو که در دین نبوده رسول الله اضافه نکردند و بیان نکردند، این آقا اومده اضافه میکنن و چون این چیزی خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و هر ذکری و اورادی که بر خلاف سنت و عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، این بدعت هست، ضلالت و گمراهی هست، ولو این که فکر بکنند که کار خیری رو در واقع انجام میدن. کار خیر آن هست که مطابق با دستور الله و مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. برای خانومی که یعنی بخواد ازدواج مجدد بکنند، هیچ کسی حق نداره که جلویش رو بگیره، نه پدرش، حتی پدرش که ولیش هست اجازه نداره که جلوش رو بگیره، نه پدر و مادرش، نه برادرش، حتی خویشاوندان نزدیک خودش. مادر شوهر و پدر شوهر و برادر شوهر هیچ گونه حقی رو ندارند که ممانعت بکنند و ازدواج کاملا صحیح و درست این حق این خانم هست. اگر خواستند ازدواج بکنند فبها و نعمه، اگر هم نخواستند باز هم اشکال شرعی نداره و جایز هست. اما اگر خواستند ازدواج بکنند کسی حق ممانعت ندارد. درست. جزاکم الله خیر. شخصیت محمد بن عبدالوهاب چگونه شخصیت بود؟ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه شخصیتش از فعالیت‌هایی رو که داشتن و از کتاب‌هایی که نوشتن کاملا واضح و آشکار هست. ایشون متبع رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیرو قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مذهب بر مذهب امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه بودند و در مواردی هم که احساس می‌کردند و به این تحقیق و نتیجه می‌رسیدند که در یک مسئله به طور مثال مذهب امام احمد رحمت الله علیه مرجوح هست، قول دیگری رو ترجیح می‌دادند، بر مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعت عمل می‌کردند. نه شیخ محمد بن عبدالوهاب و نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیهم اجمعین در هیچ موردی برخلاف اقوال سلف و برخلاف مذاهب اهل سنت و الجماعت عمل نکردند. یعنی از دایره مذاهب اهل سنت و الجماعت و تعالیم قرآن و سنت بیرون نرفتند و تمام فعالیتشون، کتابهایشون، دروسشون بر مبنای قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و مجددینی بودند که توحید را و یکتاپرستی و خداشناسی را به نحو احسن احیا فرمودند. جزاکم الله خیر. در مسافرت یا در مهاجرت با 3 یا 4 نفر میشود نماز جمعه خواند؟ نه، نماز جمعه یکی از شرایطش اقامت هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفرهایی رو که داشتن به مکه مکرمه برای انجام حج یا بعد از اون برای تبوک رفتند، 1 ماه که در مسیر این سفر بود، نماز جمعه را نخوندند. معلوم می شود و استنباط می شود از این موارد که نماز جمعه صرفاً برای مقیم هست و انسان در حالت مسافرت جمعه بر اون لازم نیست، حتی اگر در یک جایی باشه که میتواند به جمعه برود، اگر نرود باز هم از نظر شرعی مشکلی برای اون نیست و اساسا مسافر مکلف به نماز جمعه نیست، به جایش هم نماز ظهر رو بخواند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن حکمت این که سوره توبه بدون بسم الله هست چیه؟ چون که سوره توبه یک سوره تهدید آمیزی هست برای کفار و برای مشرکان و این بسم الله الرحمن الرحیم، خود این جمله بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت و رأفت هست. در جایی که حرف از تندی هست و حرف از تهدید هست به کفار و منافقین، به این مناسبت در ابتدای سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم که نشانه رحمت هست اینو ذکر نکردند. گنبدی که بر قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم هست از دیدگاه شریعت چه حکمی داره؟
به صورت کلی ساختن گنبد و بارگاه بر تمامی قبرها از نظر شرعی ناجایز هست و درست نیست، برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع فرمودند و ایشون فرمودند که قبر مرا مسجد قرار ندهید، محل عید و بازگشت شما نباشد و در روایات متعددی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنای بر قبر منع کردند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو مأموریت دادند که بناهایی که بر قبرهای مشرکین بوده همه رو بروند و از بین ببرند و قبرها باید به صورت سنت باشه، یعنی یک مقدار 1 وجب یا 4 انگشت از زمین بالاتر باشند و هیچ گونه بنایی نباید بر روی قبر باشه و گنبدی هم که بر روی تمام قبرها هم از روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه جاها هست، برخلاف دستور و آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن عمل کردن به حدیثی که در مذهب نیست چه حکمی دارد؟ عمل کردن بر حدیث صحیح در موردی که مخالف با یک مذهب باشه. من بارها عرض کردم که مذاهب اهل سنت و الجماعت مبناشون بر قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، هر 4 مذهبشون و هر 4 امام از امامان اهل سنت و الجماعت بر همین مبنا عمل میکردند، یعنی اگر حدیث صحیح به ایشان میرسید این رو اولویت قرار میدادند در بیان احکام و در استنباط احکام. این هیچ گونه جای اشکالی نداره و اصل مسلم تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت است و هم فرمودند که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، هر وقت که حدیث صحیح شد اون مطابق با مذهب من هست، این مذهب من مذهب احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما این مهم هست که چه کسی میتواند که تشخیص بدهد که این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست. یک فرد عامی نمیتواند که خودش، کسی که صاحب اجتهاد نیست، صاحب شناخت حدیث نیست، اصلا معنی حدیث صحیح و ضعیف رو نمیداند، براش درست نیست که به بهانه این که این فلان این حدیث صحیح است پس بنابراین من مذهب امام ابو حنیفه رو یا فلان امام رو باید رها بکنم. این کار علما و اهل اجتهاد است. بله، اگر یک عالم مجتهدی، یک عالم محققی به شما فتوا داد که من تحقیق کردم در فلان مسئله فلان مذهب قولش مرجوح است و در این زمینه حدیث صحیح است، شما باید برخلاف مذهب بر این حدیث صحیح عمل بکنید بر مبنای قول یک عالم و محقق، این از نظر شرعی اشکال نداره. اما این که هر کسی که در واقع خودش رو اهل اجتهاد بداند، نه از استنباط سر در می آورد و نه از دلیل سر در می آورد، صحت و سقمش رو نمیداند، با اقوال ائمه آگاهی ندارد، به بهانه این که فلان حدیث صحیح هست یا ضعیف است، موافق یا مخالف فلان مذهب از بران عمل بکند، این در واقع راه گمراهی است و چون این چیزی جایز نیست. اهل تحقیق و اهل علم هستند که باید تشخیص بدهند احادیث صحیح و ضعیف را و بر مبنای آن باید برای عوام مشخص بکنند. وقتی برای یک عامی مشخص شد که فلان عالم فتوا داده که برخلاف مذهب ولای که باشه اما بر مبنای حدیث صحیح، جایز هست که بر آن عمل بکند. جزاکم الله خیر. 6 تا سوال باقی مونده با 5 دقیقه وقت. بسیار. کسی که از کلمات کفرآمیز استفاده میکنه، بر زبان میآورد و به نماز اعتقاد ندارد، آیا زنش طلاق میشود؟ کسی که به نماز اعتقاد ندارد، مثلا میگه من نماز رو قبول ندارم، کافر هست و مرتده و زنش از اون طلاق شده. اگر بگه من نماز رو قبول ندارم و فرضی وجود نداره، اهانت بکنه به نماز، چون این چیزی چون انسانی کافر می شود و اگر افراد یعنی الفاظ کفرآمیز رو فحش و دشنامی به الله و رسول بدهد عمدن باشد، این کافر می گردد. اگر خطأ بوده یعنی سبق لسان بوده یا بی اختیار بوده، در اون صورت کافر نمی گردد. اما عمدن توهین بکند به الله و رسول یا کلمه کفرآمیزی رو بیاورد یا نماز رو انکار بکند، این کفر هست و زنش طلاق می شود. جزاکم الله خیر. آیا می شود حوادثی مثل زلزله را پیشگویی کرد؟ علوم طبیعی اینها پیشرفت کرده، یعنی آب و هوا را قابل پیش بینی هست و بقیه وقایع طبیعی قابل پیش بینی هستند و این در واقع تضادی با علم غیب ندارد. بر اساس یک سری داده ها و یک سری معلومات و یک سری تغییرات جوی یا زمینی یک سری مواردی رو پیش بینی میکنند و باور کردن این موارد از نظر شرعی اشکال نداره و یک نوع شرک شمرده نمی شود، بلکه یک نوع پیشگویی بر اساس یک سری از شواهد و قرائن موجود هست. درست. جزاکم الله خیر. بعد گفتن آیا می شود به خاطر یک مراسم یا مولودی در خانه نذری داد؟
اگر نظری به این معنی که یعنی یک غذایی رو تقسیم بکنن در میان، فرض کنیم که جماعت مسجد اومدن، یک جلسه وجود داره، ختم بخاری هست، شب‌های ماه مبارک رمضان هست، مردم اجتماع کردن، کسی میخواد که یک ثوابی بکند به این افرادی که جمع شدن در حال عبادت هستند یا در فلان حال کاری هستند، یک غذایی رو بدهد و از الله متعال طلب ثوابی داشته باشد، این از نظر شرعی اشکال ندارد. اما مواردی که جزء بدعت ها هستند و جزء بدعت شمرده میشوند، انسان باید از این موارد پرهیز بکند و مشارکت نکند در مواردی که خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اما اگر بدون مناسبت بخواد که ایصال ثواب بکند، به خودش ثواب برسد یا برای مردگانش ثواب برسد و یک خیراتی رو بدهد، این از نظر شرعی مشکلی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن اهل افغانستان هستند و در آلمان زندگی میکنند، پدرشون در ایران زندان هستند و برادر و مادرشان در سوئد زندگی میکنند. گفتن که برادر و مادرشان میتوانند در این حالت به حج بروند؟ آیا درسته یا نه؟ بله، مادرشون میتواند به حج برود همراه با محرمشون. برادرشون که 18 سالشون هست محرمشون شمرده میشوند، ولی اینکه پدرشون در کشوری دیگری باشند، زندان باشند یا زندان نباشند، ولی اینکه این برادر دوم و سوم باشند. لازم نیست که حتما با برادر اول بروند. یعنی هر یک از فرزندانش که بالغ هستند میتوانند محرم شرعی قرار بگیرند و زن میتواند که با اون محرم شرعیش به سفر برود و من جمله سفر حج و عمره. جزاکم الله خیر. یعنی برای گفتن که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هستند؟ اگر زنده هستند روحاً یا جسماً؟ در این هیچ گونه اشکالی وجود نداره که در آیات متعددی الله متعال اشاره کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا در واقع میروند. انک میت و انهم میتون، تو از دنیا میروی و همه اینها از دنیا خواهم رفت و ما جعلنا بل کل نفس ذائقه الموت و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اگر تو بمیری اونا جاویدان خواهند ماند. یعنی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کلماتی رو گفتند که دلالت بر وفات می‌کند. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی بالا سر ایشون اومدن گفتند که به خدا قسم اون موتی رو که الله تعالی برای شما مقدر کرده بود اون الان به شما رسید. و رفتن گفتند که مردم اگر کسی محمد رو عبادت می‌کرد بفهمد که محمد فوت کرده، وفات کرده، از دنیا رفته. اگر الله را عبادت می‌کنی الله زنده و جاویدان است. و خلیفه رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردن حضرت ابوبکر رو. کسی که زنده هست نیازی به خلیفه نداره و کسی که زنده هست نیازی به نماز جنازه ندارد که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز جنازه خوندن. کسی که زنده هست کفنش نمیکنن، دفنش نمیکنن، زیر خاک نمیبرند. کسی که زنده هست زنش بیوه نمیشه، فرزندانش یتیم نمیشن، مالش رو تقسیم نمیکنن. اونگونه که در مورد شهدا الله متعال میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، زنده هستند اما با وجود این ما میبینیم که احکام مردگان بر اونها اطلاق میشوند. پس بنابراین این زندگی که هست، زندگی شهدا و زندگی انبیا، یک زندگی برزخی هست، یعنی هیچ گونه شباهتی با زندگانی دنیا ندارد. وقتی ما میگیم زنده هست یعنی ما تصور نکنیم که مثل انسان زنده هست که الان انسان با چه صفات و ویژگی هایی که انسان زنده داره حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم یا شهدا در قبر خودشون چنین زندگی و حیاتی رو دارند. حیات و زندگانی عالم برزخ کاملا متفاوت با حیات و زندگی دنیا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی دنیوی ندارند، به تصریح قرآن ایشون فوت کردند، از دنیا رفتند و احکام میت هم بر ایشون اجرا شده. اما زندگیشون زندگی برزخی هست و بر زندگی برزخی احکامی مترتب نمی شود، نه برای ما و نه برای کسانی که در حیات برزخی هستند. پس بنابراین ما نمیتونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بریم پیش ایشون احکام رو از ایشون یاد بگیریم. اگر زنده بودن نیازی به جانشین نداشتن، نیازی نبود که علما به جای ایشون بیان فتوا بدن و مسائل رو استنباط بکنن، بعد خودشون بیان می‌فرمودن و مسائل بسیار زیادی که متأسفانه به خاطر ضیق وقت نمیشه. یک سالم هست که یعنی گفتن آیا میشه دو نماز رو با هم یک جا خواند مثل ظهر و عصر؟ در صورتی که انسان در سفر باشد یا به خاطر یک عذر دیگر مانند بیماری جایز هست. انسان میتواند وقتی که در سفر هست نماز ظهر و عصر و نماز مغرب عشا را یک جا بخواند. و کسی که بیمار هست یا بنابر عذری دیگر غیر از بیماری مانندی که باران باشه و رفتن به مسجد مشکل باشه، در این صورت ها جمع بین صلاتین نماز ظهر و عصر و مغرب عشا با هم از نظر شرعی جایز هست و رسول الله
الله صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی رو دارند که در سفرها یا حتی در خود مدینه یک مرتبه به خاطر یک اتفاقی نماز جمع خوندند و حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که این به خاطر این است که امت در حرج نیفتند. یعنی اگر در یک موردی حرجی بود، زحمتی بود، یک عذری بود، می توانند که نماز رو جمع بخونند مانند عذر مرض یا باران و سفر. درست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا بسؤالي جئت لكي أدري ليزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یک و یک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که از سوالهای خود شما هست و از طریق SMS، تماس تلفنی، پیام‌ها سوالاتون رو میگیریم و در این برنامه به آن جواب میدهیم. در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده هم خدمت جناب عالی و تمامی عزیزانی که منتظر این برنامه هستند و میبینند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول همیشه بینندگان عزیز از طریق سوالایی که از SMS فرستادین برنامه را آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که کیفیت درود شریف بر سرور کائنات چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عبادت و یک تقرب هست و ثواب بسیار زیادی رو دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بر من درود بفرستید و هر کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم
بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. برنامه پرسش و پاسخ. در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم با برنامه‌ای که در روزهای دوشنبه همیشه و متعلق به خود شما هست در مهمان خانه‌های شما می‌شویم. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و اردوان در ذهن ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. سلامت باشین. بینندگان عزیز، طبق روال معمول همیشه از سوالای SMS که شما بینندگان میفرستین سوالها را از جناب مولانا میپرسیم و انشاءالله شما میتوانید از طریق تماس تلفنی، از طریق پیام‌های صوتی و فرستادن سوال به ایمیل با ما در تماس باشین و ابتدا از طریق SMS که سوال فرستادین سوالها را مطرح میکنیم. بیننده پرسیدن زنی که دارای فرزند می باشد و شوهرش فوت کرده و بعد از چند وقت با مردی که خودش متأهل می باشد ازدواج می کند، آیا فرزندان آن مرد که از زن اول می باشند با فرزندان زن دومی که شوهرش فوت کرده محرم می شوند؟ اگر محرم می شوند آیا این محرمیت ادامه دارد، یعنی شامل نوه و نتیجه هم می شود یا نه؟ میشه دوباره سوالو بخونیم؟ طولانی بود. بله بفرمایید. زنی که دارای فرزند می باشد و شوهرش فوت کرده و بعد از چند وقت با مردی که خودش متأهل می باشد ازدواج می کنند، آیا فرزندان آن مرد که از زن اول می باشند با فرزندان زن دومی که از شوهری که فوت کرده هستند محرم می شوند یا نه؟ سوال این است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در صورتی که دو تا زن و مرد با همدیگر ازدواج بکنند، یعنی هر دو نفر ازدواج دومشون هست، یک زن و مردی با همدیگر ازدواج میکنند، هر دوتا ازدواج دومشون هست، هم زن از شوهر قبلی خودش بچه دارد و هم این مرد از زن قبلی خودش بچه دارد. الان بچه هاشون با همدیگر محرم هستند یا خیر؟ نه، محرم نیستند. یعنی این زن که از شوهر قبلی خودش بچه داشته و این مرد که از زن قبلی خودش بچه داشته، این بچه هاشون با همدیگر محرم نیستند و می توانند با همدیگر ازدواج بکنند. حکمشون کاملا حکم نامحرم هست و می توانند با همدیگر ازدواج بکنند مگر بچه های مشترکشون، مگر بچه های مشترک. یعنی اگر از این ازدواجی که انجام دادن اگر فرض کنیم که صاحب دختر یا پسری بشوند، این بچه های مشترک با بچه های هر دو نفرشون محرمند. توجه شدید؟ بچه های مشترک این حاصل ازدواج دومشون، هر بچه‌ای که به دنیا بیاد با تمام بچه های زن از شوهر قبلیش و مرد از زن قبلیش با هم دیگر محرمند. یعنی خواهر و برادر به اصطلاح مادری یا پدری میشوند، اینا مشترک هستند و با همه محرم هستند. اما اون فرزندانی که از زن هستند و این زن از شوهر قبلیش داشته یا تنها از شوهر هستند و شوهر از زن قبلی خودش داشته، با هم دیگر هیچ گونه ارتباطی رو ندارند و ازدواج میان اونها جایز هست. و به تعبیر دیگر که ازدواج با خواهر برادر پدری جایز هست. ازدواج با خواهر برادر پدری جایز هست که میتواند با هم دیگر ازدواج بکنند. یک فرض کنیم که دو نفر با هم دیگر ازدواج کردند، الان از این ازدواج یک برادری چکار شده، یک فرزندی پسری به دنیا آمده و این برادری که دارد، یعنی این برادر الان برادر پدریش هست، این برادر پدریش یک خواهری قبلا داره از مادر خودش
از این در این صورت ازدواج اشکالی نداره و جایز است. به تعبیر به اصطلاح گویاتر، ازدواج فرزندان زن که از شوهر قبلی داشته با فرزندان شوهر که از زن قبلیش بوده، هر دوتا از نظر شرعی با همدیگر محرم نیستن، میتونن با همدیگر ازدواج بکنن. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آمدن فکرهای ناخواسته کفری به ذهن آدم که غیر ارادی است چه حکمی دارد؟ انسان مکلف هست اعمالی را که در اختیار انسان هستند، اعمال ارادی هستند، اینها را به عنوان تقرب، اعمالی را که عبادت هستند خاصا برای الله متعال انجام بدهد که در مقابل چنین اعمالی الله متعال انسان را پاداش میدهد، و اعمالی را که در اختیار انسان هستند و در شریعت آمده که این اعمال را انجام ندهید، به خاطر انجام ندادنش الله متعال انسان را ثواب میدهد. یعنی به خاطر انجام طاعت و به خاطر ترک معصیت الله متعال را پاداش خواهد داد و این مفهوم عبادت و طاعت و بندگی هست. اما اعمال غیر ارادی را و من جمله یک عمل زبانی باشد، یعنی گفتار زبانی باشد، یا یک عملی باشد که با جوارح و اعضا انجام گرفته، یا اندیشه و گمانی باشد که در ذهن انسان به صورت ناخودآگاه و ناخواسته به وجود میاد. الله متعال در مورد این موارد انسان، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تجاوز لامتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا الیه اما نفسها. مرا معاف از مواردی که ناخواسته در ذهن انسان به وجود میاد. این موارد رو الله متعال مؤاخذه نمی کند، گناهی ندارد، وسوسه شیطانی هست و برعکسش هم، یعنی این موارد دلیل بر ایمان انسان هست. دلیل بر ایمان انسان هست که احیانا یک سری فکرها و خیالاتی در ذهن انسان به وجود میاد که انسان آزرده می شود، ناراحت می شود، حتی آرزو می کند که بمیرد، اما این خیال و گمانهای کفرآمیز در ذهنش به وجود نیاید. این به خاطر ایمانش است، وگرنه شخصی که کافر هست حتی از بر زبان آوردن این گونه افکار یا عملی کردن این گونه افکار هیچ گونه ابایی را ندارد. این که انسان آزرده می شود این دلیل بر ایمانش هست و منتها انسان سعی بکند که هر وقتی که این گونه افکار در ذهنش اومد با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوة الا بالله یا خواندن معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا آیت الکرسی یا به صورت کلی وضو گرفتن و نماز خواندن، این سعی بکند که این راه این افکار را در واقع بر خودش ببندد و اگر ناخواسته فکری در ذهنش اومد این رو الله متعال مؤاخذه نخواهد کرد. درست. خیر. بیننده بعدی پرسیدن که 5 آزادی مهریه همسرشان بوده. ایشان فوت نمودن و یک دختر و یک پسر از ایشان که تحت تکفل خودشان هستند. پدر و مادر و خواهران و برادران ایشان نیز در قید حیات هستند. گفتند که لطفاً در مورد تعهد پرداخت مهریه به هر یک از وارثان راهنمایی فرمایید. مهریه حق مسلم و انحصاری و اختصاصی زن هست. یعنی از نظر شرعی مهریه‌ای که در ازدواج به عنوان یک مهریه مسمى یعنی نامگذاری می شود و بر اساس آن این عقد ازدواج صورت می گیرد، این صرفاً حق خود زن هست و حق دختر هست و به هر کیفیتی که بخواهد این رو می تواند که مصرف بکند. پدر و مادر در حیات این دختر و زن هیچ گونه حقی را که تملک بکنند این را ندارند. اساساً حق خود دختر هست و هر جایی که دختر بخواهد می تواند که این را در واقع به مصرف برساند. اما بعد از وفات این جزء ترکه هست. بعد از وفات بالفرض اگر که این خانومی وفات کرد، مهریه‌ای که بوده چه اون مهریه را دریافت کرده باشد یا هنوز دریافت نکرده بر ذمه شوهر هست. در هر دو صورت این به عنوان ترکه و مال میراث شمرده می شود و هر کسی که وفات می کند باید نگاه بکنیم که وارثانش چه کسانی هستند، چه افرادی از نزدیکانش و خویشاوندانش درجه یک وجود دارند که از این فرد در واقع میراث میبرند و بر اساس سهمیه
میراثی که در قرآن کریم تقسیم شده و بیان شده، بر اساس آن هر کسی سهمیه خودش را میبرد. ایشون گفتند که خانمشون فوت کرده، الله متعال انشاءالله که ایشون رو و تمام رفتگان مسلمانان رو رحمت بفرماید، و مهریهشون بوده 500 سکه طلا، و الان بعد از خودشون خود این شوهر مونده و پدر و مادر خانمش هست، به اضافه فرزندانش که یک دختر و یک پسر هستند، یعنی مجموعاً 5 نفر اینا هستند. تمامی این موارد رو الله متعال سهمیهشون رو در قرآن کریم کاملا مشخص فرموده. به طور مثال در مورد پدر و مادر الله متعال در سوره نساء در آیه میراث این رو بیان فرمودند که ولی ابویه لکل واحد منهم السدس مما ترک ان کان له ولد. اگر یک فردی فرزند داشته باشد، اگر یک فردی تفاوتی نداره که مرد باشه یا زن باشه، فرزند داشته باشد در صورتی که وفات بکند و بعد از خودش یک مالی رو به عنوان ارث باقی بگذارد، سهمیه پدر و مادر مشخصه. 1/6 کل این مال از آن پدر هست و 1/6 کلش از آن مادر هست. پس بنابراین سهمیه پدر مشخص شده، 1/6 یعنی از 500 سکه 1/6 باید برسه، و همچنین سهمیه مادر هم مشخص هست که 1/6 هست. و در مورد خود این شوهر در صورتی که زن فرزند داشته باشد ربع میبرد، یعنی 1/4 این مال از آن شوهر هست، زیرا که الله متعال میفرماید که فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن. اگر زنان شما فرزند داشته باشند، پس بنابراین 1/4 مال باقی مانده مال شما هست به عنوان حق میراث شما. پس بنابراین پدر 1/6، مادر 1/6، شوهر در این صورت 1/4 در واقع حقش هست، و باقی مانده مال هرچی بود در میان دختر و پسر تقسیم می شود. باقی مانده مال هرچی باشه، یعنی درصدی مشخص نیست برای دختر و پسر. باقی مانده مال به صورت کلی هرچی باقی ماندهش در میان دختر و پسر تقسیم می شود، و پسر 2 سهمیه دارد و دختر 1 سهمیه، زیرا که الله متعال میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که پسر 2 برابر سهمیه دختر میراث میبرد. اونم به خاطر یک سری واقعیت های زندگی که در زندگی وجود دارد. این پسر مجبور هست که حتی در واقع برای خرج پدرش رو، مادرش رو در صورتی که وجود داشته باشه، یا خواهر و برادرای کوچکتر خودش رو پرداخت بکنه، و یا اینکه خودش برود مهریه بده از زن بگیرد. اما بر زن چیزی لازم نیست، بر خواهر لازم نیست که خرج برادر خودش رو در واقع بده. و در مقابل میبینیم که خود این زن به اندازه‌ای که این پسر سهمیه بالاتری برده، این سهمیه رو برده داده یک جای ازدواج کرده، به عنوان مهریه اون رو تقدیم کرده. اما این زنی که سهمیه‌اش کمتر شده، نصف سهمیه برادرش هست، این میره و یک جای ازدواج میکند و مهریه دریافت میکند، مجبور نیست که یک چیزی رو به عنوان در واقع مهریه پرداخت بکنند. پس بنابراین این مشخص است سهمیه‌شون 1/6 حق پدر هست، 1/6 حق مادر هست و 1/4 حق شوهر هست، و باقی مانده تقسیم می شود در میان در میان دختر و پسر. و در این صورت کل مسئله رو از 36 هست، یعنی کل 500 سکه رو تقسیم بکنن بر 36. 500 سکه تقسیم بر 36 باشه و حاصل این تقسیم ضرب بر سهمیه‌شون باشه. حاصل این تقسیم ضرب میشه در سهمیه‌شون، که یعنی حاصل تقسیم ضرب در 6 باشه، سهمیه پدر مشخص میشه، دوباره ضرب در 6 بکنن، سهمیه مادر مشخص میشه، ضرب در ربع بکنند، یعنی ضرب در ربع بکنند و سهمیهش که از 36 که تقسیم بکنند، وقتی 36 تقسیم بکنند میشود 9 حاصلش به وجود پیدا میشه، و سهمیه دختر و پسر رو هم به همین صورت. یعنی وقتی 36 رو ما تقسیم بکنیم، که یعنی از 36 وقتی که تقسیم بشه 1/6 که بدیم 6 هست برای پدر و 6 برای مادر و 1/4 که 9 میشه برای
شوهر و باقی ماندهش که مونده که 15 مونده لذکر مثل حظ الانثیین 10 تا مال پسر هست و 5 تا مال دختر هست. حاصل تقسیم 36 500 در 36 رو حاصل تقسیمش رو ضرب بکنن در این موارد و هر کسی به اندازه سهمیتش چه اندازه شد اون سهمیه رو خواهد برد. یا به صورت کلی توضیح 1/6 کل مال از این 500 سکه مال مادر هست، 1/6 مال پدر هست، 1/4 مال شوهر هست، باقی ماندهش رو برادر و خواهر با هم دیگر تقسیم میکنن. سهمیه برادر 2 برابر هست و سهمیه خواهر 1 برابر. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن و از بینندگان نیز خواهش میکنم که سوالاشون را آماده داشته باشن به صورت مختصر و لطف کنید وقتی که تماس میگیرین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین، منتظر نباشین صداتون از طریق تلویزیون بشنوین. بیننده بعدی گفتن که بنده بعد از وضو احساس میکنم یک قطره از ادرار ازش خارج میشه. هر وقت وضو میگیرن تقریبا گفتن بعد از 10 دقیقه چند دقیقه بعد احساس میکنن که ادرار ازشون خارج میشه. گفتن چیکار کنن؟ در مواردی که این به عنوان یک بیماری مزمن و ادامه دار نیست، یعنی احتمال داره که بعد از این که از اجابت مزاج برگرده شاید یک قطره بعد از 10 دقیقه به طور مثال بعد از 5 دقیقه مثلا خارج بشود. این باید صبر بکند بعد از اون 10 دقیقه یا 5 دقیقه وضو بگیرد. اگر به صورت یک بار هست صبر بکند، وقتی که مطمئن شد که کاملا پاک شده و احتمال چکیدن ادراری وجود نداره بعد از آن برود وضو بگیرد. اما در صورتی که انسان مبتلا به یک بیماری باشد که نتواند که ادرار خودش رو یا باد شکم خودش رو کنترل بکند، این از نظر شرعی معذور شمرده می شود و وضوی معذور و حکم معذور به این گونه هست که بعد از دخول وقت نماز باید وضو بگیرد. بعد از این که برای هر نمازی از آن گفته شد این فرد باید وضو بگیرد و بعد از آن برود نماز بخواند، ولو این که در هنگام نماز و بعد از وضویش احساس بکند که قطراتی از ادرار چکیده، باز هم نمازش صحیح هست و درسته تا زمانی که وقت نماز بعدی بیاد. برای هر نمازی باید به صورت جداگانه وضو بگیرد و با هر وضوی میتواند یک فرض رو و یا فرض‌هایی رو که قضا شده در اون وقت بخواند به اضافه نمازهای نفل و سنتی رو. با گذشتن وقت وضویش باطل می شود. یعنی وضوی فرد معذور با ادرار یا با خروج باد باطل نمی شود، بلکه با خروج وقت یعنی که وقت نماز برود وقت نماز بعدی بیاد با این باطل می شود. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیزم وصله و باز از بینندگان عزیز خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنن و سوالاشون هم مختصر داشته باشن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم، بیاره خسته نباشه. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم، ببخشید که از تلویزیون پخش نمیشه صدای من میاد؟ من تکرار میکنم که از طریق تلفن حرفتون ادامه بدین بعدا صداتون میشنویم. ام بهتر است به خاطر سوالم اگر پخش نشه بهتر است. این یک دوست من سوال کرد صداتون الان در تلویزیون داره پخش میشه. بعد از برنامه خب میشه والا میره قید کنی؟ والا بعد از برنامه تماس بگیرن. خب یک بار میگم خیر ان شاء الله. یک دوست ماست همیشه ما میگم که نماز بخوان، میگه که نمیخوانم تو بسیار تنبلی میکرد. بالاخره یک دوست برای من گفت من یک مشکل دارم. تو مشکل تو چی؟ از اون من که هر بار وضو میکنم مثلا میرم سر نماز سر جای نماز خود میکنم که نماز خدا بخونم اما نمیتونم خواندم مثلا وضویش میشکنه نمیتونه نماز باز دوباره بعض وقت دوباره. یعنی چی کار میشه؟ ببخشید گفت وقت نماز میخونن در وسط نماز خواندنشان وضویشان میده میشه، نمیتونه که مشکل داره دیگه، اما باز نمیتونه که نماز باز بار دوم هم میتونم وضو میگیره بازم نمیشه. درست. اما این رو فقط میگه نماز من کامل میشه مگه بار اول وضو کنم یا بار دوم نماز چه رقم میشه؟ برای یک مسلمان هستم. درست. سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنید. قربان. سلام علیکم. تشکر میکنم ازشون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم.
جانم خسته نباشی. خدمت استاد بزرگوار یه سوال داشتم از خدمتتون. بفرمایید. عرضم حضور شما، از بدن مرد یه آب سفیدی بیاد، ببخشید میخواستم از استاد زحمتشو بکشی واسمون یعنی بدنمون کثیف میشه چجوری بشه، ممنون میشم. سوال دیگه هم دارین؟ جان نه، دست شما در نکنه، خدا انشالله خیرتون بده. ممنون، خدا حافظ. خدا نگهدار شما، تشکر میکنم شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. من هم عرض سلام و ادب داشتم خدمت شما و جناب. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. جناب استاد، من سوال داشتم راجع به تلویزیون های افغانستان. بله بله میشنوین جناب استاد؟ بله بله. در چینل های افغانستان جناب استاد بعضی های سریال های مبتذل نشون میکنم و من هم در خانواده مادر و همشیرای من میاره میگم که می برنامه رو خیلی نکنن و ایشان همراه من مخالفت میکنه و قهر میشه بالای من، خصوصا مادرم که بسیار قهر میشه. آیا ما به این کار گناهکار میشم یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر برادر، خداحافظ. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما محمد زلکف هستم، از افغانستان با شما هم کلام هستم. ما میخواستم یک سوال داشته باشم از جناب مولوی محترم. بفرمایید، صدای شما پخش میشه و سوالتون لطفا. و سوال من است که جناب محترم شما میشه در رابطه با نکاح مسیار برای ما کم معلومات بتین و جوازش چگونه هست؟ سوال دیگه هم دارین؟ و سوال دومی است که روح انسان با روح حیوان چه تفاوت داره؟ سوال دیگه هم دارین؟ این تشکر، فقط التماس دعا دارم از شما. وقت داشته باشین. خداحافظ. سلامت باشین، موفق باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم، لطفاً سوال شرعیتون. 6 سوال دارم استاد. بفرمایید. خون وضو را باطل میکند اگر بسیار خارج شود؟ اگر خون بسیار خارج شود وضو را باطل میکند؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر، ناس روزه رو میشکنه؟ چی؟ ناس. ناس، بله. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر، 2 بار از آن گفتن در نماز جمعه چه حکم دارد؟ سوال بعدی؟ سوال دیگر، در نمازهای جهری خواندن سوره فاتحه بر مقتدی ها از پشت امام لازم است؟ بعض علماء میگویند که لازم است. حدیث پیامبر را دلیل میارند که لعلهم تقربون خلف امامکم لا تفعلوا الا بفاتحه الکتاب، همین حدیث را دلیل میارند. درست. سوال دیگر استاد، پیامبر صلی الله علیه و در حدیثش میفرماید که کل بدعت ضلاله و حضرت عمر رضی الله عنه میگوید که نعمت البدعه هی. در این باره استاد معلومات میدم. درست. سوال دیگه، آخرین سوالتون بودین؟ آخرین سوال استاد، بدعت شرعی حسنه و سیئه می شود؟ یک عالم میگوید که در میان 4 مذهب بدعت حسنه و سیئه هست، هیچ اختلاف نیست. سلفی ها به این راه اختلاف انداختند. همین در همین باره استاد معلومات میدم. درست. تشکر میکنم از شما. دستتون در نکنه، زنده باشید. سلامت باشین. تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام، در خدمت شما هستیم.
ببخشید در شرایط فعلی جهاد با اردوی افغانستان جواز دارد یا خیر؟ سوال دیگه هم دارین؟ دست درد نکنه، همین سوال ماست خلاص. سلامت باشین. ببخشید تشکر. مزاحم شدم. خدا خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شماست. برادر محترم، قبل تو یک دوستای ماست به خاطر اینکه معیوب است، یک پای نداره، فهمیدی؟ معذور است، کاربار نمیتونه. الحمدلله پول داره ولی در اینجا نماز نمیخونه، میره جایی که به حساب مردم برش پیسه میته، از اون دموجه میره به خاطر پیسه میره اوجه که نمیره کمک کنه. این از 10 مسجد تیر میشه میره اوجه. بله بفرمایید، ادامه بدین. میگم فهم مثلا میره به خاطر پول، یعنی پیسه میره دیگه، به خاطر پول میره. دیگه از 10 مسجد تیر بشه اوجه میره. درست. نماز چی خمیس جایز میشه نمیشه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه با اجازه. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. یک دو سوال داشتیم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولمون همین که آیا جن ها به انسان ضرر رسونده میتوانند؟ اگر ضرر رسونده توانند، راه ایمن بودن از جن ها چی است؟ من اگرتون رو متوجه نشدم، دنبالش اینه. صداتون پایینه. اگر جن ها به انسان ضرر رسونند، راه ایمن ماندن از آنها چگونه است؟ سوال دوم این بود که من به شهر رفته بودم برای کار. هنگام کار به لباسهای ما به نماز شدن لباسها. آیا نماز رو قضا خوانیم یا یکان چیکار کنیم این حالت؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ سوالی دیگر هم داشتم. بفرمایید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آیا حضرت عمر رو بشارت دادن که بعد از من پیامبر میشه یا حضرت علی را؟ ما این رو از عالمان همین محله خود شنیدیم. درست. تشکر میکنم. سلام. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید. سوال شریعتون؟ بخشین صداتون خیلی پایینه، اگه لطف کنین یکم بلندتر صحبت کنین. بنده گرامی صدای شما وصله. سوال شریعتون لطفا. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام. ما یک سوال شرعی داشتم. بفرمایید. خدمتتون عرض میکنم با سپاس فراوان از برنامه خوبتان. سلام خدمت شما و مولانا صاحب عبدالقدوس دیقان و رسم احترام. سلام دستایشان میبوستم. من یک سوال شرعی داشتم. در خدمت شما هستم. پدرم یک تعمیر داشت که به تعداد 6 اتاق داشت. پدرم یک اتاقش را در حق مهر خانم من در نکاحتش تحریر نموده و در پایینش امضا نمود. این منظور یک اتاق یعنی یک خونه کامل، سرویس خونه یا یک بله، اتاق؟ یک خانه کامل بود. بله، که در 6 اتاق داشت. یک اتاقش را به مهر خانم شما تحریر نموده بود و امضا نموده بود و پدرم فوت شد.
و عموی من تعمیر را در غیاب ورثه به مبلغ $120,000 فروخت و برای ورثه هیچ مبلغ پول تحویل نداد. فعلا $120,000 تقسیم 6 اتاق $20,000 پول یک اتاق می شود. آیا سوال من این است که آیا من این مبلغ پول که $20,000 می شود به خانمم من حیث حق مهرش تحویل بدهم یا خیر؟ در حالی که اقتصاد من خوب است من می توانم این مبلغ پول را به خانمم تحویل بدهم. این یک جزء سوالم بود آقا مولانا صاحب. و یک مطلب دیگرم در خدمتتان عرض می کنم که من 3 سال قبل بله 3 سال قبل خانمم مرا از خانه بدون کدام علت شرعی توسط پلیس خارج کرد و میگوید که در آینده نمیخواهد با من زندگی کنند. لطفاً بگویید که شریعت اسلامی در زمینه چی حکم میکند؟ آیا من مهر خانمم را بدهم یا خیر؟ در حالی که در 2 ناحیه مختلف زندگی میکنیم اما هنوز از هم دیگر طلاق نگرفتیم. با سپاس فراوان ما از تلویزیون جواب سوال خودم میشنوم. انشالله. اگر سوالی دارین ما در خدمت است. اون سوال نیست در این زمینه؟ سوالتون انشالله واضح است و انشالله پاسخ خود دریافت بله $120,000 بود. بله. که 20,000 به خانمتون میرسه دیگه. $20,000 و ما $20,000 من حیث حق مهر برای خانمم بدم در حالی که ما $20,000 ما نگرفتیم. درست. و فعلا من توانش دارم اما خانم مرا از خانه بیرون کردن نمیخواهد آینده با ما زندگی کنه. آیا شریعت چی میگه؟ ما چی کار کنم؟ درست. تشکر میکنیم از شما و تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. من راجع به نماز اشراق سوال دارم که نماز اشراق و نماز دعا یک نماز است و یا فرق داره و ای که چقدر رکعات خوانده شد بهتر است و در کدام وقت بر خانما توضیح بدین بهتر است بر ما. تشکر بسیار زیاد. و یکی راجع به مولانا میخوایم که در کجا تحصیلات خود به پایان رسانده؟ انشالله. تشکر بسیار زیاد. خداحافظ. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. برنامه وصال حق. وصال حق و سوال شرعیتون لطفاً. خوشی یعنی انتحاری یک سوال داشتم. انتحاری که حرام است یا چی در نظر شرعی که سوال دیگه دارین؟ نه این سوال من بود. تشکر میکنم. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله و سوال شرعیتون لطفاً. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید از تاجیکستان تماس میگیرم. مسئله همینه که وقتی آدم فوت میکنه وقتی میبرن تا قبر میگذارنش همین روح انسان جواب میده یا خود روح میاد تو بدن انسان زنده میشوه و پیش ملائکه جواب میگوید؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال ما واضحه؟ بله بله. نه تشکر، همین هم خواستم سوال کنیم. تشکر از برنامه خوبتون. سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما. در اینجا با هم بینندگان عزیز یک میهمان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود و انشالله اگر وقت شدم سوالای جدید شما را از طریق تماس تلفنی خواهیم گرفت. با ما باشین. حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا
ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى فاللقيا منايا. حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله أمير الحوض مشكة الجمال الله الله يا الله شفيع الخلق نبرس الهداية الله الله يا الله أمير الحوض مشكة الجمال الله الله يا الله شفيع الخلق نبرس الهداية الله الله يا الله تناهت من معاليك المعالي أضيئت من سجاياك السجايا تناهت من معاليك المعالي أضيئت من سجاياك السجايا أضيئت من سجاياك السجايا. حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى فاللقيا منايا. حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله بشمل الحسن نورت المدينة الله الله يا الله وبالقصواء شرفت المطايا الله الله يا الله بشمل الحسن نورت المدينة الله الله يا الله وبالقصواء شرفت المطايا الله الله يا الله وأهديت النوايا كل فخر بما أضمرت في النفس النوايا وأهديت النوايا كل فخر بما أضمرت في النفس النوايا بما أضمرت في النفس النوايا. حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى فاللقيا منايا. حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله سألت الله يدخلني جنانا الله الله يا الله وللآمال في الفردوس غاية الله الله يا الله سألت الله يدخلني جنانا الله الله يا الله وللآمال في الفردوس غاية الله الله يا الله بها ألقك يا خير البرايا وتزهو باكتحالك مقلتايا بها ألقك يا خير البرايا وتزهو باكتحالك مقلتايا وتزهو باكتحالك مقلتايا. حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى فاللقيا منايا. حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله صلاة الله تغشك اكتنافا الله الله يا الله بما بلغتنا وحيا وآية الله الله يا الله صلاة الله تغشاك اكتنافا الله الله يا الله بما بلغتنا وحيا وآية الله الله يا الله وتروي قبرك المغمور طهرا سلاما حملا فيض العطايا وتروي قبرك المغمور طهرا سلاما حملا فيض العطايا سلاما حملا فيض العطايا. حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى فاللقيا منايا. حبيب الله 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 الله
أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برهاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برهاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برهاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون و چون با الله پیمان بستید به پیمان الهی وفا کنید و سوگندها را پس از تأکید آن نشکنید در حالی که الله را بر خود نگهبان ساخته اید بیگمان الله از کردارتان آگاه است و مانند آن زنی نباشید که نخهای تابیده اش را پس از محکم تابیدن باز می کرد. شما نباید سوگندهایتان را در میان یکدیگر
دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید به بهانه اینکه گروهی از گروه دیگر بیشتر است و جز این نیست که الله شما را با آن می آزماید و به طور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برایتان روشن می سازد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که دوستی دارن که دیدم متوجه شدن که نماز نمیخونن و هر وقت هم بهشون میگفتن که نماز بخون تنبلی میکردن. بعد دوستشون گفتن که من وقتی که نماز میخوانم سر نماز وضویم میشکند و هر وقت هم این کار دوباره تکرار میکنم باز وضو میشکند. گفتن چه کار باید بکنم؟ این مسئله همون مسئله است که قبلا توضیح دادم در مورد کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند که وضوی خودشون رو نگه دارند. حکمشون این است که وضو بگیرند و نماز بخوانند ولو این که در هنگام نماز و در اثنای نماز وضویشون بشکند. هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی رو ندارد. به دلیل این که کسی به خاطر بیماری نمیتواند وضوی خودش رو کنترل بکند جایز نیست که نماز رو ترک بکنند و بدین خاطر نماز از انسان ساقط نمی شود. حتما باید نماز بخوانند. وقتی که از آن گفت وضو بگیرند برند نماز بخوانند ولو این که وضویش بشکند ولو این که لباسش هم نجس بشود. دیره که چاره غیر از این وجود ندارد. به این بهانه که نمیتواند وضو را کنترل بکند مجبور است که چند مرتبه برود وضو بگیرد و بعد از این وضو بگیرد دوباره همین اتفاق براش میافتد. این دلیلی برای ترک نماز نیست. برود وضو بگیرد و نماز بخواند ولو این که در هنگام نماز قطری از ادرارش بچکد و وضوش بشکند و حتی بر لباسش اصابت بکند نجس بشود باز هم هیچ گونه اشکالی ندارد. این فرد معذور هست و نمازش هم صحیح خواهد بود. درست. جزاکم الله خیر. آبی که از بدن مرد، آب سفیدی که از بدن مرد بیرون می آید آیا این کثیف است و چیست؟ در مورد مایعاتی که از بدن مرد در واقع از عضو تناسلی مرد یا زن خارج می شود در دوتاشون به صورت کلی این بر 4 قسم تقسیم می شوند و هر یکی حکم خاص خودش رو دارد. بعضی یعنی مواردی هست که با هم دیگر یک حکم مشترک دارند و برخی دیگر حکم جداگانه رو دارند. این مایعات 4 گونه هستند. اولی که ادرار هست که مشترک است بین هم مرد هست و هم زن. این مواردی که عرض میکنم تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. ادرار هست که نیازی به تعریف ندارد و همه میدانند. غیر از ادرار یک مایع دیگری هست به نام ودی شمرده می شود. نام ودی اونم مایع غلیظ و شفافی هست که معمولاً و احیانا بعد از ادرار خارج می شود. در آخر ادرار احیانا مایع سفید رنگی و که غلظت دارد شفاف هست خارج می شود. این اسمش هست ودی. غیر از این
یک مایع دیگری هست که در هنگام تحریک جنسی خارج می شود. وقتی که انسان به فکر موارد جنسی باشد ترشحاتی از اون خارج می شود و این حکمش مزی هست. این 3 مورد هستند. اینها از نظر حکمی این است که همهشون جزء شکننده های وضو هستند. همهشون جزء شکننده های وضو هستند، یعنی با خروج ادرار یا با خروج مزی یا ودی، این هر مایعی که از بدن انسان از مخرج طبیعی جلو یا عقب خارج بشود، هر چیزی که باشد شکننده وضو هست. پس بنابراین هم ادرار و هم مزی و هم ود، اینها تمام شکننده وضو هستند و به اتفاق علما هر 3 مورد هم نجسند. هر 3 مورد هم نجس هستند. یعنی اگر ادرار یا همچنین مزی و یا ودی بر بدن انسان یا لباس انسان اصابت بکند، حکمش این است که بدن و لباس نجس شده و حتما باید شسته بشود. روایت معروف حضرت علی رضی الله تعالی عنه و مقداد هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال فرمودند و ایشون گفتند که وضو بگیرند و لباس خودش را و بدن خودش را تمیز بکنند. یعنی این که و در مورد ادرار هم صراحتا روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم عبور کردند از کنار 2 تا قبر و فرمودند که انهما لا یعذبان و ما یعذبان فی کبیر. این 2 نفر در حالت عذاب دیدن هستند و شاید که عذاب اونها به خاطر یک مسئله بزرگی نباشه و فرمودند که یک از اونها سخنچینی میکرد و اما الاخر فکان یا لا یستتر من بوله. نفر دوم از ادرار خودش پرهیز نمیکرد و دلایل بر نجاست ادرار هم فراوان هست. پس بنابراین این 3 مورد هم نجس هستند، چه بر بدن باشند یا لباس باشند، و همین که هر 3 تاشون شکننده وضو هستند. یعنی این که بعد از این موارد کافی هست که انسان برود وضو بگیرد. غسلی لازم نیست، نه به خاطر ادرار و نه به خاطر مایعات دیگر که مزی باشد یا ودی باشد، غسلی لازم نیست. وضو می شکند و برای حصول طهارت دوباره باید وضو بگیرد. مورد 4 منی هست. مورد 4 منی یا آب شهوت هست که حکمش متفاوت با این 3 مورد دیگر هست. جمهور علما نظر این مورد هم جز موارد است در حکمش از حیث نجاست. جمهور فقها مانند موارد دیگر نجس است. مورد حکم بقیه 3 مورد شکل میشوند، پاکی اصغر و موردی خلاف نمی شود. این 3 مورد گرفتن که وضو انسان پاک می شود، حتما انسان. الان این منی چه به خاطر همبستری باشد، این باشد فردی به خاطر عامیانه که شکلان بشود در خواب بشود، در تمام موارد غسل بر انسان. پس بنابراین به اتفاق نجس هستند. وضو و لباس را نجس می است که وضو بگیرد و پاک می شود. لباس را هم باید پاک بکنند. مورد 4 هم شکننده وضو هست و حدث اکبر هست. یعنی تنها با وضو کفایت نمیکنه، دوباره به اصطلاح طهارت حاصل نمی شود، حتما باید غسل بکند. چه این که این در واقع در بیداری باشد خروج منی، یا در خواب باشد، یا به صورت عمدی باشد، یا به صورت غیر عمدی باشد، یا به صورت جماع باشد، در تمام این موارد جز شکننده های طهارت هست و انسان باید برای حصول طهارت در مورد 4 در واقع باید غسل بکنند. اما از نظر حکم نجاستش برخی از فقها نظرشون بر این است که منی پاک هست، برخلاف 3 مورد قبلی. عرض کردن جمهور علما مانند احناف معتقد بر نجاستش هستند، اما با توجه به روایاتی که در این زمینه اومده، روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است که میفرمایند که من گاهی وقتی لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم رو میشستم، یا اثرش باقی موند یا وقتی خوش میشد اون رو به هم میمالیدم. اگر واقعا نجس می بود، با مالیدن لباس به هم دیگر در واقع پاک نمیشد و این دلیل بر طهارتش است. اما برای خروج منی به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که غسل بر انسان لازم می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کانال های افغانی سریال های مبتذل نشر میکنند و مادرشون و همشیرشون نگاه میکنن. گفتن و وقتی رخ میده که به مادر یا همشیرشون میگوین که نگاه نکنید، اما آنها
قهر میکنن ناراحت میشن، آیا به خاطر قهر کردن مادرشون گناهکار میشن یا نه؟ نه، در صورتی که ایشون هدفشون امر به معروف هست و نهی از منکر هست و در صورتی کسی ناراحت بشود شما گناهکار نمیشوید و این حقوق والدین یا نافرمانی پدر و مادر در واقع شمرده نمیشود. شما موظف هستید از نظر شرعی وقتی که مرد خانه هستید یا پسر خانه هستید باید در حدی که در توانتون هست امر به معروف و نهی از منکر بکنید. افراد خانواده را با اسلوب مناسبی، با روش‌های خوبی به نیکی و التزام به شریعت دعوت بدهید و از کارهایی که جز منکرات و گناهان هستند اونها را در واقع منع بکنید. منتها در این زمینه شما باید با نهایت لطافت و نرمش این کار رو تا جایی که برای شما میسر هست این رو انجام بدهید. این که یک مرتبه گفتید قبول نکردن، این وضعیت مسئولیت شما رو منتفی نمی کند. باز هم شما مسئول هستید، با یک روش اگر نشد روش‌های دیگری رو انتخاب بکنید و تا اینکه نهایتاً بتوانید که بر خانواده خودتون تأثیر بگذارید تا اینکه انشالله همه پایبند احکام شرعی باشند و از دیدن مواردی که خلاف شرع هست و خلاف اخلاق هست انشالله پرهیز بکنند. انشالله. جزاکم الله خیر. نکاح مسیار چیست و آیا جایز است؟ نکاح مسیار در اصلش یعنی هیچ گونه تفاوتی با نکاح اصلی ندارد. نکاح اصلی که همون ازدواج رسمی هست و نکاح مسیار از نظر اصلشون هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند. یعنی نکاح مسیار هم مانند ازدواج شرعی تمام شروطش وجود دارند. تمام شروطش در واقع وجود دارند، یعنی هم پسر رضایت دارد، هم دختر رضایت دارد، هم ولی هست و هم شاهد وجود داره و هم عقد شرعی در واقع خوانده می شود. هیچ چیزی از نظر ظاهری کم ندارد و به خاطر این از نظر اصل جایز هست. از نظر اصل ازدواج مسیار یا نکاح مسیار جایز هست، اشکالی نداره، زیرا که شروط کامل هستند و هیچ گونه موردی کم نیست. منتها تفاوتش با موارد دیگر در این است که در ازدواج مسیار زن از برخی از حقوق خودش تنازل میدهد. زن برخی از حقوق خودش را تنازل میدهد. به طور مثال مثلا زن میگوید که من نیازی به خانه ندارم، خودم خانه دارم و خانه نمیخوام. یا اینکه زن فرض کنیم که میگوید که من نیازی به این ندارم که شوهر هر شب یا در نوبتی که مشخص هست پیش من بیاد، من فقط میخوام که به طور مثال اسمم به یک مردی باشه، مردم بفهمند که فلان زن مثلا ازدواج کرده باشه. هر وقتی که شوهر در واقع توانست یک سری به این زن بزند، وقتی که خود زن تنازل میدهد از حق خودش، فرض کنیم که از نفقه خودش یا از مسکن خودش یا از حق مبیت خودش تنازل میدهد، این حق زن هست. تمامی این موارد، هم مهریه، هم مبیت و هم مسکن و هم نفقه، خرج و مخارج زن، اینها حق اختصاصی زن هستند. اگر زن این حقوق خودش را بر شوهرش معاف کرد و گفت من این موارد را نمیخوام، من خودم این موارد را دارم، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. و نمونهش هم در مورد اینکه زن میتواند حقوق خودش را معاف بکند بر شوهر خودش، مانند حضرت سوده رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین سوده رضی الله تعالی عنها در آخر نوبت شب خودش رو بخشیدن به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول نوبتی که داشتن 2 شب پیش حضرت عایشه بودند. یک شب نوبت اصلی خودشون بود و یکی هم نوبت حضرت سوده رضی الله تعالی عنها بود که اینو بخشیده بودند به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. پس بنابراین از نظر شرعی زن میتواند که از برخی از حقوق خودش تنازل بکند و این اشکال شرعی ندارد. اما ازدواج چون که با رضایت طرفین انجام گرفته، چون که ولی هم حضور دارد، شاهد هم وجود دارد، عقد شرعی هم خوانده شده، از نظر شرعی خود این ازدواج اشکالی رو نداره. اما به خاطر برخی از موارد مثلا میبینیم که این ازدواج شاید در برخی از جاها باب شده باشه. به طور مثال در برخی از شهرها و جاهایی که دخترهای ازدواج نکرده زیاد هستند، میخوان به این طریق ازدواج بکنند. یا این که در صورتی میبینیم که در یک جایی زنان راضی نمیشن به خاطر تعدد زوجات، اینو قبول نمیکنند، مرد مجبور میشه زیرا که رو داره مجبور رود
یا احیانا بعضی از مردها به خاطر فرار از نفقه زیرا کمبود داشته موارد روی می آورند. به هر صورت زمانی که زن و شوهر با هم دیگر به رضایت برسند و زن برخی از حقوق خودش را معاف بکند و تنازل بدهد، این ازدواج از نظر شرعی درست است و اشکالی رو هم نداره. منتها نباید یعنی باب سوء استفاده افراد در واقع افرادی که دنبال هوا و هوس هستند قرار بگیره. مدتش مشخصه؟ نه، این مدتش کمون یعنی ازدواج اصلی هست، یعنی برخی یعنی مدتی مشخص نشده، یعنی در وقت ازدواج عرض کردم که دقیقاً همان ازدواج اصلی هست. تنها تفاوتش این است که زن از برخی از حقوق خودش تنازل میکنند. اگر وقت و مدت رو تعیین بکنند که همون ازدواج متعه هست که از نظر اهل سنت و الجماعت قطعاً حرام هست و هیچ کدام از مذاهب اهل سنت و الجماعت چنین چیزی رو جایز نمیدونند. همان ازدواج اصلی هست. منتها فرض کنیم که زن نفقه نمیخواهد یا نوبت شب خودش رو نمیخواهد یا اینکه مسکن نمیخواهد، این موارد رو تنازل میدهد و در اصلش این از نظر شرعی جایز هست. جزاکم الله خیر. روح انسان با روح حیوان چه تفاوتی دارد؟ سوال بعدی بیننده در این زمینه است. والله اعلم. نقول الروح من امر ربی و من در این مورد چیزی نمیدونم. درست. جزاکم الله خیر. آیا خون زیاد وضو رو باطل میکنه یا نه؟ در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خون یکی از شکننده های وضو شمرده می شود و در مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعت، در مذهب امام احمد ابن حنبل و بقیه مذاهب این رو جز شکننده های وضو نمیدانند، به خاطر روایاتی که در این زمینه اومده که حسن بصری رحمت الله علیه میگه که ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، مسلمانان در زمان قدیم با زخمهای خودشون نماز میخوندن. یعنی معنی این هست که یعنی خون از بدنشون خارج میشد و وضو نمیگرفتن. اما اگر کسی به خاطر احتیاط بیشتر بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به طور مثال اگر هست وضو بگیرد، این اولاتر و بهتر هست. اما در مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعت با توجه به روایاتی که در این زمینه اومده و همچنین دو موردی رو که در یکی از جنگ‌ها 2 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول نماز بودند که دشمن حمله کرد و اون کسی رو که نگهبان بود زخمی شد، اما با وجودی که زخمی بود نماز خودش رو نشکست. معلوم می شود که با خروج خون وضو در واقع نمیشکند. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر این که نجس هست خون و با خروج نجاست تفاوتی نداره که از راه طبیعی باشه یا از راه غیر طبیعی، گفتند که خون جز شکننده های وضو هست. منتها حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این عمومیت ندارد، یعنی خروج خون به صورت کلی عمومیت ندارد. اگر این خون از سبیلین خارج بشود، یعنی از راه جلو یا عقب خارج بشود، این مورد اتفاق هست که شکننده وضو هست. تفاوتی نداره که از راه جلو باشه یا از راه عقب باشه، به اتفاق علما این جز شکننده های وضو هست. اما در صورتی که از جای دیگری از بدن خارج بشود، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی مواردی استثناء شده. به طور مثال گفتند که اگر در یک جایی از بدن انسان زخمی باشد و به زور آن را فشار بدهد که چرکی یا مقدار خون خارج بشود، این وضو رو باطل نمیکنه، زیرا که این خارج نشده، این بیرون کرده شده، خارج نیست و به زور اینو بیرون کردن. یا در صورتی که خارج بشود و منتها حرکت نکند، یعنی به ظاهر پوست نرسد، به یعنی به اندازه نرسیده که جریان پیدا بکند، باز هم گفتند که جز شکننده های وضو نیست. یا در موردی که فرض کنیم دندان کسی خون بیاد و خون به اندازه کمی باشه، به گونه‌ای نباشه که بر آب دهان غالب باشه، در این صورت هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو باطل نمی شود. اما در صورتی که خون زیاد از بدن از جای دیگر خارج بشود، از زخمی خارج بشود، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جزء شکننده های وضو شمردند. جزاکم الله خیر. ببینید بعدی سوالشون گفتن که آیا ناس یا همون نسوار روزه را باطل میکند یا نه؟ ولی ناس جزء مواردی هست که یعنی در دسته‌بندی جزء به اصطلاح مواد مخدر و نشه کننده هست. به هر صورتی که استفاده بشود، چه از طریق بینی باشد یا گذاشتن زیر لب باشد، این در واقع یک نوع مواد نشه آوری هست و جزء مواد مخدر شمرده می شود و شکننده روزه هم هست. درست. جزاکم الله خیر. حکم دوبار اذان گفتن در جمعه چیست؟
اشکالی نداره اگر در جایی 2 مرتبه اذان بدن، زیرا که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 مرتبه اذان میگفتن. 2 مرتبه اذان گفتن یعنی یکی اذان هست و دیگری اقامه هست، یکی اذان و دیگری اقامه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه وقتی که تشریف می آوردند مسجد، وقتی که بالای منبر می رفتند، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان می گفتند. قبل از آن اذانی در روز جمعه گفته نمی شده و اذان دوم اقامه هست. بعد از این که خطبه تمام می شد از منبر می اومدند پایین، دوباره اقامه گفته می شد که این به عنوان اذان دوم هست. اگر در برخی از جاها این گونه عمل می کنند، یعنی قبلا اذانی گفته نمی شوند و مردم به این عادت کردند که فقط 2 تا اذان هست، یعنی یک اذان و یک اقامه، هیچ گونه اشکالی نداره و این هم اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به خاطر توسعه مدینه و زیاد شدن کار و کسبها، در روز جمعه در وسط بازار هم اذانی گفته میشد. در وسط بازار اذانی گفته میشد تا اینکه مردم بفهمند که وقت نماز هست و آمادگی برای نماز گرفته بشه. و امروزه هم در اکثر جاها در واقع 3 اذان گفته میشوند. یک اذانی قبلا گفته میشود و یک اذانی وقتی که امام بر روی منبر میرود و یکی همان اقامه هست. هر دو صورت از نظر شرعی جایز هستند و اشکالی ندارند. درست. جزاکم الله خیر. در نماز جهری خواندن سوره فاتحه برای مقتدی چه حکمی دارد؟ در صورتی که امکانش وجود داشته باشه که مقتدی سوره فاتحه رو بخواند، با توجه به روایتی که تو خود بیننده هم اشاره کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تفعلوا الا بفاتحه الکتاب، در صورتی که فرد توانایی داشته باشد و فرصت داشته باشد، یعنی فرض کنیم که امام در بعد از گفتن تکبیر تحریمه وقتی که دعای استفتاح رو میخواند، دعای استفتاح طولانی رو میخواند، شما میتوانید که در این فاصله هم دعای استفتاح رو بخونید و هم فاتحه رو بخونید، هیچ گونه اشکالی نداره، باید بخونید. یا اینکه بعد از سوره فاتحه بالفرض اینکه امام توقفی بکنه، یک نوع سکوتی اگه داشته باشه که شما در این مورد بتون در این وقت بتوانید که سوره فاتحه رو بخوانید، باز هم اولاتر بر این است که بخوانید. اما در صورتی که فرصت نشد، یعنی وقتی برای خواندن سوره فاتحه شما میسر نشد، اشکالی نداره و نمازتون درست هست و همون قرائت امام به عنوان قرائت برای شما هم محسوب خواهد شد. یعنی این گونه نیست که اگر کسی پشت سر امام نتوانست و موفق نشد که سوره فاتحه رو بخواند، نمازش باطل هست. اما در صورتی که شما در حالت انفرادی هستی، قطعا 100% باید سوره فاتحه را بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده باید سوال در مورد بدعت داشتن که سوال اولشون گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که کل بدعت ضلاله و عمر رضی الله عنه فرمودن نعم البدعه در مورد مسئله ای. و سوالشون گفتن که از نظر شرعی آیا بدعت حسنه و سیئه هم وجود دارد یا نه؟ اصل قبل از این که یعنی بدعت رو تقسیم بکنیم به بدعت حسنه یا بدعت سیئه، باید مفهوم خود بدعت رو انسان مد نظر قرار بدهد. مفهوم بدعت و معنی بدعت یعنی یک روش جدیدی رو انسان در دین ایجاد بکند به قصد تعبد و تقرب به بارگاه الله متعال. یعنی یک عبادتی را که اصلی در دین ندارد، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، یک فردی بیاد اینو به عنوان شعائر دینی و به عنوان احکام دینی و به عنوان مسائلی و ابزاری که انسان رو به الله متعال نزدیک بکند قرار بدهد و امید ثواب داشته باشد، این بدعت هست. یعنی بدعت در دین هست. هر گونه عملی که در دین ایجاد بشود به منظور تعبد، به منظور عبادت یا تقرب به الله متعال، این می شود بدعت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت سنن نسائی فرمودند که کل محدثه بدعه، هر محدثه، هر امر نوپیدایی که در دین ایجاد بکنید این بدعت هست و کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، و هر ضلالتی هم عاقبتش در آتش جهنم هست. پس بنابراین اگر کسی در دین یک امری را ایجاد بکند که اصلی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشته، این می شود بدعت در دین. و موارد زیادی متاسفانه وجود دارد که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا وجودی نداشته، اما امروزه متاسفانه مردم اینها را ایجاد کردن به عنوان تقرب. به طور مثال مهمانی دادن بعد از وفات یک فردی
که یک روزی رو تعیین بکنند، روز سوم یا روز 44 ماه. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. به عنوان تقرب کسی این عمل رو انجام بدهد، این میشود بدعت در دین. یا التزام و لازم گرفتن دعا بعد از مکتوبات و بعد از نمازهای فرض، اینو لازم بدونند، جزء از نماز بدونند و اینو در واقع یک نوع تقرب حساب بکنند، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. اگر التزام داشته باشند این جزء بدعت ها می شود و موارد دیگر. پس بنابراین بدعت یعنی ایجاد کردن یک موردی در دین به قصد تقرب که در دین یک اصلی رو نداشته باشد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اصلی رو وجود نداشته باشه. اما بقیه مواردی که هستند که جزء موارد عبادی نیستند، این نمی شود که اسمش را گذاشت بدعت، مگر این که بدعت لغوی باشند، یعنی یک چیز نو هست. انسان الان قبلا سوار چهارپایان می شدن، الان به جایش مثلا وسایل نقلیه هست. سوار شدن بر وسایل نقلیه بدعت نیست، زیرا که این بعد عبادی و تقرب به الله متعال نداره. یک سری از ابزار زندگی هستند که پیشرفت کردند و عوض شدند و به نیت ثواب کسی این کار رو انجام نمیدهد. پس بنابراین این مواردی رو، ابزار و وسایل زندگی رو که ایجاد شدند، اینها رو به هیچ عنوان انسان نمیتواند که بدعت بگه. یا به طور مثال اذان گفتن در بلندگو، خب قبلا نبوده، الان اذان میگن تا اینکه صدا بالاتر برود. خود این عمل فی ذاته عبادتی نیست، بلکه یک سببی هست برای اینکه این صدا به دیگران برسد. اینها را نمیتوان گفت که اینها بدعت هستند. هر بدعتی که در دین ایجاد بشود به معنی این که عبادتی را یا یک شیوه تقرب به الله متعال را در دین کسی اضافه بکند که در زمان رسول الله نبوده و از انجام این عمل امید ثواب داشته باشد، این میشود بدعت. مانند مواردی که متاسفانه وجود داره، بحث مولود و بقیه موارد که از این قبیل در واقع شمرده میشن. اما گفته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که فرمودن نعمت البدعة هذه، که در مورد نماز تراویح اینو گفتند که امام مالک و امام بخاری رحمت الله علیه این مقوله رو نقل کردند از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. این برمیگرده به یک معنی لغویش، معنی لغوی، یعنی صرفاً یعنی گویا که معنی لغوی در اینجا مراد هست، نه معنی شرعی. معنی شرعی عرض کردم که بدعت بدین معنی هست که یک عملی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده و اصلی نداشته، یک کسی بیاد در دین اضافه بکند. فرض کنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شب اصلا نمی‌خواند، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ شبی در رمضان نمی اومدن با جماعت نماز نمی خوندن. اگر کسی می اومد این کار رو میکرد، خب یک بدعت در دین بود. اما نماز تراویح بگونی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه نماز قیام می خوندن و تا 3-4 شب اومدن در مسجد با نماز جماعت چیکار کردن؟ نماز خوندن. این دلیل بر جواز هست، یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابتدا این گونه بود که هر کسی میرفتن در مسجد و 2 نفر 3 نفر با هم دیگر نماز جماعت میخوندن. نماز تراویح رو که میخوندن در یک جماعت نبود، یعنی در یک مسجد فرض کنید یک گوشه یک نفر ایستاده بود و چند نفر پشت سرش، در گوشه دیگر یک جماعت دیگر بود و چند نفر دیگر پشت سرش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اومد این کار کرد که اینها را جمع کرد بر یک امامی، یعنی به جای این همه امامی که هستند که اصل داشت در شریعت اسلامی، هم خواندن قیام اللیل ثابت هست از رسول الله و هم جماعت خوندنش ثابت هست. پس بنابراین هیچ کدام از اینها بدعت نیست. اما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به جای اینکه چندین جماعت باشه، چند نفر جداگانه نماز بخونن، اومد اینها رو جمع کرد، گفت یک نفر امام باشه و بقیه پشت سرش نماز بخونن و فرمودند که نعمت البدعة هذه، منظورش این بدعت لغوی هست، یعنی این عمل ظاهری که دارد انجام میگیرد، وگرنه اصل نماز خواندن به عنوان نماز قیام در زمان رسول الله بوده، تأیید دارد از رسول الله و حتی به صورت جماعت خواندنش هم در رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندند. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که والذی ینامون عنها خیر من الذی یقومون، که اون قسمتی از شب را که میخوابند بهتر از این قسمتی هست که قیام میکنند. این اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این بوده که بعد از نماز عشا مردم میرفتن در خونه استراحت میکردن و بعدش دوباره باز میگشتن برای قیام اللیل.
و تا نزدیک سحر نماز میخوندند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که اگر آخر شب میخوندند بهتر بود، ثوابش بیشتر بود از این که اول شب میخوندند. اما به هر صورت این در واقع یک نوع بدعت لغوی هست و بدعت شرعی نیست، یک عبادت جدیدی نیست که در دین احداث کرده باشند. خود نماز جماعت یا نماز تراویح که اسمش بعداً تراویح گذاشته شد یا همون نماز قیام اللیل رو خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن. پس بنابراین وقتی که ما میگیم که بدعت هست، بدعت حسنه و سیئه وجود نداره. وقتی که ما با توجه به تعریف بدعت گفتیم که بدعت یعنی روش جدیدی که به عنوان یک عبادت در دین ایجاد بشود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. این برمیگرده به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر گونه شیوه جدید عبادی که در دین اسلام ایجاد بشود کسی پدید بیاورد بدعت هست و بدعت سیئه هست. بدعت هست و بدعت سیئه هست و به این منظور بدعت نمیتواند که بدعت حسنه قرار بگیره، زیرا که تمامی هر گونه ایجاد بدعت از نظر شرعی حرام هست. و گذشته از این اگر قرار باشه که راه رو باز بکنیم که هر کسی به صلاح دید خودش بیاد یک موردی رو در دین اضافه بکنه، دین میشود مجموعه اقوال همین فلان عالم و فلان عالم و فلان، فرض کنیم کسی که یک خوابی رو دیده یک چیز رو در دین اضافه کرده و در مقابل این بسیار از سنت های رسول الله صلی الله علیه و از بین میروند. اما اگر منظور به اصطلاح لغوی باشه، یعنی فقط از نظر لغوی نه معنی شرعی باشه، این اشکال شرعی نداره، میتونیم بگیم که فلان کار یک بدعت حسنه هست. اما بدعت شرعی که تعریف شرعی بدعت هست و تعریف اصطلاحیش هست به هیچ عنوان نمیتواند که بدعت حسنه باشه، زیرا که این به معنی متهم نمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. کاری رو که رسول الله مشروع ندانستند، کاری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک تقرب و عبادت به ما معرفی نکردن، ما از طرف خودمون اضافه بکنیم، گویا که ما متهم کردیم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که ایشون دین را آنگونه که شاید و باید هست ایشون نرساندند. درست. جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصلی که دادین. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم دوباره شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنیم تا چند سال دیگه هم بگیریم. و در موردنا بیننده بعدی هم پرسیدن که دوستشان فقط یک پا دارن یک پا دیگه ندارن. گفتن که از این کار سوء استفاده میکنن و پول جمع میکنن و برای اینکه پول جمع بکنن میرود به مساجد دیگه غیر از مسجدی که نزدیک محله خودشون است. حکم نمازی که میخوند برای پول جمع کردن چیست؟ اصل حکم تکدی و سوال کردن از نظر شرعی حرام هست. انسانی که کفایت قوت کافی داره، ایشون گفتند که پولدار هم هست، این از نظر شرعی حرام هست و به هیچ عنوان نباید که دستشون رو پیش مردم سوال بکنند. و در روایت اومده که در روز قیامت سوال کردن از دیگران، یعنی دست رو دراز کردن پیش دیگران، کسی که این کار رو بکنه در روز قیامت به گونه‌ای میاد که در صورتش لکه‌ای هست، یا در روایت اومده به گونه‌ای در روز قیامت حاضر خواهد شد که در صورتش هیچ تکه گوشتی وجود نداره. و حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نه این که از تکدی دوری میکردن، حتی در موارد عادی از همدیگر سوال نمیکردن. به طور مثال اگر لباس کسی، فرض کنیم که چادر کسی یا چوب دستی کسی از دستش میافتاد، به هم بغل دستیش و به افراد دیگر نمیگفت که این چوب دستی رو به من بده. حتی اگر بر سوار بر اسب بودند یا سوار بر شتر بودند، خودشون شتر رو میخوابوندند و اون چوب دستی رو بر میداشتند، اما به کسی دیگر نمیگفتند که این کار رو برای من انجام بده. و روایت متعددی در این زمینه وجود دارد که تکدی و سوال کردن از دیگران از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. اما این که برای نماز به مسجد دیگری میروند به منظور این که در اونجا بروند یک چیزی مردم به اون بدن، خب این فرد وقتی که میرود هدفش از رفتن نماز نیست. ببینید، هدفش از رفتن نماز نیست، بلکه هدفش از رفتن این است که در اونجا برود مثلا تکدی بکند. خب به خاطر نماز نرفته. و در روایت اومده وقتی که انسان به خاطر نماز میرود این گامه‌هاش حساب میشوند و در مقابل هر قدمی که برمیدارد یک نیکی رو الله تعالی به انسان به عنوان یک نیکی حساب میشود. اما کسی که به نیتی دیگر غیر از نماز میرود این نیت را ندارد. اما وقتی که در اونجا رفت و در نماز جماعت شرکت کرد، خود نمازش از نظر شرعی جایز
جایز هست، اشکال شرعی نداره و فرضش ادا می شود و بریالذمه می شود. اما اگر هدفش تنها رفتن به برای جمع‌آوری کمک هست، با این نیت رفته، این مسیری که رفته، گامه‌هایی که زده، اینا جزء عبادت شمرده نمیشوند، حساب نمیشوند، اما اصل نمازش از نظر شرعی جایز هست و اشکالی نداره. درست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیز نیز آماده است و باز تکرار میکنم بینندگان لطف کنید سوالاتون مختصر باشه و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصل، بفرمایید. تماس بعدی بیننده بگیریم. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. ببخشید یک دایی دارم، اصلا عقیده به نماز ندارد، نمازم نمیخونه و چند بارم برایش گفتیم چرا نمیخوانید، میگه اصلا خودش عقیده نداره، حتی به اولادای خودم میگه که نماز نخونید، هر گناهی که شود روز قیامت جوابدهش هستیم. آیا با این شخص خودم رابطه داشتن، برای خونیش غذایش استفاده کردن جایز است یا نه؟ ارتباط دیگه سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر میکنم. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامی شما. سلامت باشید، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم. بفرمایید. درباره سجده تلاوت. بله، سجده تلاوت. بله درباره سجده تلاوت نیتش و کلا جزئیاتش مکمل اگه برای ما بیان کنید ان شاء الله. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر از لطفتون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. برادر یک چند سوال داشتیم. بفرمایید سوالتون. سوال این است که برادر که در سوره فرقان آیت 70 اومدگی است که کسی که مثال گناه کند بیاید توبه کند خداوند گناه های او رو میبخشد و در سوره زلزال اومدگی است که آیه 7 و 8 کسی که به مقدار کمی که گناه کند جزایش رو میبیند، کسی که به مانند کمی که مثال نیکی کند جزایش رو میبیند. مشخص کنید که مثال بعضی انسان های هستند که گناهشان بیشمار است، اگر آنها توبه کنند گناه آنها به نیکی تبدیل می شود یا که همین مختصرا میگوید. دویم سوالم این است که در جای ما در سرهای قبر گوسفند کشته زخمی گوسفند می شود و با آنها دلیل آورده می شود که مثال همین نکنیم، مثال در دوره پیامبر خدا نکردن همین رو میگویند که آیت قرآن دلیل میبرند که ما به وقت این رو میکشیم نام الله رو میگیریم، کسی کی از کی نام الله رو گرفتیم نخورد. به همین دلیل میخواستم. درست، تشکر میکنم شما. تشکر زیاد برادر عزیز. درست، سلامت باش. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یک دو سوال داشتم استاد. سوال اولتون؟ حضرت آدم علیه السلام با چی زبان صحبت میکردن؟ ولی میفهمین؟ و سوال بعدی؟ چی کارا مثال چی کارا کنیم که مثال در وقتی وفات کردن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مثال بر زبان آدم آسان شود؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ نه تشکر زیاد. سلامت باشین، تشکر میکنم شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، لطف کنید که براتر صحبت کنید. سوال شرعیتون. سوال داشتم در رابطه با کفر گفتن. یک شخصی که در حالت غضب از زبانش کفر جاری شود الفاظ کفرآمیز چی حکم داره و چطور میشه؟ میشه توضیح بدین؟ و سوال دوم است که الله وقتی غضب
چی حکم داره آیا باقی میشه یا خیر؟ سال بعدیتون چیه؟ متوجه شدین سوال دوم شما؟ سوال دوم در رابطه با طلاق و در حالت غضب. در رابطه با؟ در رابطه با طلاق در حالت غضب که اگر چندین طلاق بدهد در رابطه چی چیزی این جمله در رابطه با؟ طلاق در حالت غضب؟ طلاق در حالت غضب. آخرین تماس بیننده رو باز کنید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. عبدالصبور هستم از افغانستان. بفرمایید آقا عبدالصبور، سوال شرعیتون لطفا. یک از جناب استاد سوال دارم که نمک و نان و خمیر اگر در زمین بریزه گناه داره؟ نمک و نان رو خمیر چطور؟ نان اگر در زمین زیر پایش گناه داره یا نداره؟ ها زیر پا بزنیم. سوال دیگه هم دارین؟ یک سوال دیگه، اگر در بین در محفل عروسی چیزا سرشان لچ باشه در بین زنا هیچ حکم داره؟ درست. تشکر میکنم شما. تشکر از شما. یک سوال دیگه هم دارم. استاد دمی مورد بدعت پیشتر گفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باز 20 رکعت نماز خوانده، رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم 8 رکعت خوانده. این چی رقم میشه؟ درست. تشکر. سلام علیکم. سلامت باشین. تشکر میکنیم شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. لأهل البيت منزلة عظيمة، لأهل البيت منزلة عظيمة، وحب في ضمائرنا وقيمة، نبجلهم ونكرمهم ونثني عليهم والقلوب لهم سليمة، فقد نزلوا بحبهم عليها كما نزل الندى وحكى نعيما، نواليهم ونبرأ من دليل يعاديهم وينطق بالشتيمة، يعاديهم وينطق بالشتيمة، مصابيح على الظلماء تهدي مسيرتنا إلى السبل القويمة، سلالة محتد ساب كريم، وذكر المصطفى الهادي العظيم، وذكر المصطفى الهادي العظيم. لأهل البيت منزلة عظيمة، وحب في ضمائرنا وقيمة، نبجلهم ونكرمهم ونثني عليهم والقلوب لهم سليمة، وأحباب وأصهار كرام مع صحب النبي بلا خصوم، كفى الآل الكرام علا وفاخرا، ثناء الله في الآية الكريمة، ثناء الله في الآية الكريمة، عليهم حلية التطهير تاج، تلوح عليه أمجاد صميمة، فهذا حبنا دين وقربى، وعهد وفاء لأسمقنا أروما، وعهد وفاء لأسمقنا أروما. لأهل البيت منزلة عظيمة، وحب في ضمائرنا وقيمة، نبجلهم ونكرمهم ونثني عليهم والقلوب لهم سليمة، لأهل البيت منزلة عظيمة، وحب في ضمائرنا وقيمة، نبجلهم ونكرمهم ونثني
بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده از طریق سوال تماس تلفنی پرسیدن که آیا جن میتواند به انسان ضرر برساند و اگر میتواند راه در امان ماندن از شر و ضرر جن چیست؟ در این که جن وجود دارد هیچ گونه اختلافی در میان اهل سنت و الجماعت و علما وجود ندارد. آیات قرآن در این زمینه صراحت دارد که الله متعال میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت بکنند. یعنی این که جن هم یکی از مخلوقات الله متعال هست و مکلف هستند که الله متعال را عبادت بکنند. و همان گونه که در میان انسانها انسان نیکوکار و بدکار و صالح و فاسق وجود دارد، در میان جنها هم چنین مواردی هست. جنهای مسلمان وجود داره، جنهای کافر وجود داره، جنهای نیکوکار و بدکار و فاسق وجود داره و امکان دارد که انسان رو در واقع ضرر و زیان برسانند. و حتی ادعیه و دعاهایی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و اضافه بر این حتی تجربه‌ای که انسان‌ها در واقع دارند دلالت بر این می‌کند که جن‌های شرور می‌تواند که انسان‌ها را اذیت و آزار بکنند، مانند دعایی که مثلا در هنگام ورود به دستشویی انسان دعا می‌کند که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، که از جن‌های نر و ماده به تو پناه میبرند. یا خود همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که شیطان هم جزء از جن‌ها هست، به این معنی هست که جن‌ها میتوانند که انسان را ضرر و زیانی برسانند. و راه نجات از شر جن‌ها این است که انسان به الله متعال پناه ببرد و این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بقیه آیات و اذکار و اوراد همیشه ورد زبان انسان باشد و بدین گونه الله متعال انسان رو از شر جن‌ها حفاظت می‌کند. در این زمینه دعاهایی وجود داره، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. در این اومده که هر کسی که این را بخواند تا 3 مرتبه بخواند جن‌ها نمیتوانند به اون ضرر و زیانی برسانند. یا دعای دیگری هست بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. 3 مرتبه خواندن این خیلی موثر هست. و خواندن قل هو الله احد بعد از هر نماز که رسول الله صلی الله علیه وسلم میخوندند 1 بار حداقل، و بعد از نماز مغرب و بعد از نماز فجر و نماز مغرب قل هو الله احد را 3 مرتبه خواندن. و همچنین خواندن قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب 3 مرتبه خواندنش و خواندن آیت الکرسی. تمام اینها جز مواردی هستند که اگر انسان پایبند این موارد باشد انشاءالله که شیاطین جن نمیتوانند که به انسان ضرر و زیانی برسانند. و اضافه بر این به صورت کلی حفاظت و مواظبت کردن بر نمازها خیلی تأثیر دارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که نماز عشاء را با جماعت بخواند یا هر کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند من صلی الفجر فی جماعت فهو فی ذمة الله، در ذمه و حفاظت الله متعال خواهد بود. به صورت کلی تمامی عبادات و تقربها به بارگاه الله متعال سبب می شوند که انسان از شر جن و شیاطین در امان باشد، خصوصا این ادعیه و اورادی رو که عرض کردم. جزاکم الله خیر. بنابراین برای گفتن به شهر برای کار میرن و لباسشون کثیف میشه، در همون لباس کثیف نماز بخوانن یا نماز رو قضا بخونن؟ کثیف بودن لباس اگر به معنی این است که در واقع تمیز نیست، نه اینکه نجس هست، بلکه گرد و خاکی بر روی لباسش نشسته باشه، لکه رنگی گچی سیمانی بر روی لباسش هست، از نظر شرعی نماز اشکال نداره، نماز درست هست. یعنی ولو اینکه انسان باید در هنگام نماز اگر برایش میسر هست بهترین لباس خودش را بپوشد، اما اگر در وقت کار هست و لباس پاک هست منتها تمیز نیست، یعنی که بر اون کرده نظر شرعی ندارد یا
مشکل هست در محل کار، میتواند که با این لباس نماز بخواند و هیچ گونه اشکالی نداره و به هیچ عنوان جایز نیست که نماز را به تأخیر بیاندازد به خاطر اینکه لباسش مثلا کثیف است. اما صورت دوم بالفرض این که لباسش نجس باشد، بالفرض این که لباسش نجس باشد، مانند این که ادراری بر لباسش مثلا اصابت کرده باشد، باز هم تا حد امکان باید نماز بخواند، ولو این که مجبور باشد که مثلا دستمال خودش را یا تکه پارچی را روی بدن خودش بپیچد و نماز بخواند، باید این کار را انجام بدهد. و بالفرض که هیچ گونه لباس دیگری نداشته باشد و امکان نداشته باشد که لباس را عوض بکند یا اساسا لباس دیگری وجود نداشته باشد، نمیتواند که به منزل برود یا در جایی هست که هیچ گونه امکاناتی نیست، الان لباسش هم احتمالاً نجس شده باشه یا مثلا شاید حتما هم نجس شده باشد و چاره دیگر ندارد به جز این که در این لباس نماز بخواند، کسی دیگری نیست که لباسی بهش قرض بدهد، در اون صورت باز هم باید نماز بخواند. به بهانه این که لباسش نجس هست نباید نماز را ترک بکند، با همون لباسی که هست ولو که نجس هست اگر میتواند تمیزش بکند، بالفرض اگر امکان تمیز کردنش هم نباشد، مجبور بود و هیچ گونه راهی نبود، باز هم نماز باید بخواند و در اون لباس نمازش صحیح است. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعضی سوال در مورد این پرسیدن که آیا پیامبر به حضرت عمر بشارت به پیامبری داده است یا به حضرت علی رضی الله؟ بشارت به پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ کسی رو ندادن، بلکه در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من آخرین پیامبر هستم و آیات قرآن کریم هم در این زمینه صراحت دارند. منتها در روایتی هست که از نظر سندی بسیار از علما معتقد هستند که حسن هست این روایت، یعنی نه ضعیفه و نه در درجه بالای صحت هست، گفتند که حسن هست و این روایت رو امام احمد رحمت الله علیه آوردن و در مورد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر پیامبری بالفرض می آمد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند. و یک روایتی هست که به معنی بشارت نبوت نیست، هیچ کسی از اهل سنت و الجماعت هم نگفتند که بشارت به نبوت هست یعنی که نبی بعد از رسول الله عمر باشه، صرفاً به عنوان یک نوع فضیلت ذکر شده برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و روایتش از نظر سندی هم حسن هست. جزاکم الله خیر. یعنی بعضی سوالشون گفتن که پدرشون خانه‌ای داشتن که 6 اتاق داشت، یک اتاق را به عنوان مهر به خانم این شخص دادن و پدرشون فوت شده، عموشون خونه را کلا فروخته از مبلغ $120,000 که قیمت یک اتاق میشه $20,000. گفتن که الان ایشون میتونن این $20,000 رو به عنوان مهر خانمشون بدن، در حالی که گفتن 3 سال است که خانمشون با ایشون متارکه کردن و الان با هم جدا زندگی میکنن. این مسئله دو صورت داره. یکی این هست که ایشون ازدواج کرده باشند و پدرشون یکی از اتاقهای خونهشون رو یا یک بخشی از خونه رو به عنوان مهریه زن ایشون پرداخت کرده باشند، یا آیا این خانم ایشون این اتاق رو قبض کرده یا اینکه قبض نکرده باشه، یعنی در اختیار خانم ایشان بوده یا نبوده. به طور مثال همون وقتی که ازدواج کردن بعداً اومدند و این اتاق رو تحویل این خانم دادند و عملاً این آقا و خانم در این خونه و در اون اتاق زندگی کردن، مال خودشون بوده، اینو کاملاً بهشون تحویل دادن. این یک صورت هست. و صورت دوم این است که گفتند که فلان اتاق مال شما هست و بهش تحویل ندادند و به اون خانم تحویل ندادند. تفاوت این دو تا مسئله در این هست که الان یک فرد سومی اومده و این خانه رو قبض کرده، یک فرد سومی که عموی این آقا باشه اومده و خونه رو بدون رضایت خانواده فروخته یا حتی با رضایت خانواده هم فروخته باشه و پولش را تصاحب کرده به صورت ناحق. این پول حق عمو نبوده، عمو هیچ گونه سهمی رو در میراث نداره، زمانی که میت خودش فرزند داشته، پسر داشته و احتمالاً وارثان دیگری داشته، عمو هیچ گونه حق و سهمی رو در این مورد نداره و این مال را به حرام برداشته، یعنی حرام هست که این کار رو انجام بده و پولی رو هم که به دست آورده حرام هست، باید این پول رو به صاحبانش بازگرداند. الان تفاوتش در چی هست؟ اگر این خونه در ملکیت خانم نبوده،
در ملکیت خانم نبوده، در ملکیت این آقا بوده که به عنوان وارث از پدرش هست. خانم ایشون از پدر شوهرشون ارث نمیبرند، بلکه این خانم ارث میبرند، این آقا ارث میبرند و این قسمت رو هم مشخص کرده بودند، سپرده بودند به این آقا، به شوهر سپرده بودند که این به عنوان مهریه زن تو هست، اما این قسمت مهریه رو به زن تحویل ندادند. از نظر شرعی این مرد باید مهریه رو به همون قسمت قیمتش رو یا عینش رو باید به زنش تحویل بدهد و خودش برود از عمویش بگیرد و خودش برود از عمویش بگیرد، زیرا که عموی اومده این رو فروخته. این در صورتی هست که خانم زمین رو قبض نکرده باشد. اما در صورتی که این زمین رو قبض کرده باشه، در حیات خودشون این خونه رو، اتاق رو داده بودن به همین زن و خانم و عملا اختیارش دست اون بوده و بعد از وفات صاحب خونه، صاحب اون برادر، عمو اومده و این خونه رو دوباره قبض کرده، یعنی این که این خونه رو از دست زن گرفته و فروخته. در این صورت خود زن باید مستقیما از اون عمویی که اینو رفته فروخته باید از اون بگیرد و حقش رو از اون مطالبه بکنن. اما اگر حقش اساساً پرداخت نشده باشه، صرفاً مشخصش کرده بودن و قبض نکرده، این آقا باید این مهریه رو و اون خود اون اتاق رو یا همون $20,000 رو اینو به خانمش تحویل بدهد و در مقابل خودش باید این رو برود از عموی خودش بازپس بگیرد. جزاکم الله خیر. نماز اشراق با نماز دها آیا با هم فرق دارند و چند رکعت است و چه صورت است؟ همین برادرمون یک قسمت دیگری از سوالی رو که من یادداشت کرده بودم، سوالشون این بود که خانومشون با ایشون متارکه کرده، ایشونو توسط پلیس از خونه بیرون کرده و حاضر نیست که الان با ایشون زندگی بکنن. آیا مهریه تعلق میگیرد به این خانم یا تعلق نمیگیرد؟ در صورتی که تعلق نگرفت، نه، یعنی آیا برگردنش میمونه یا نمیمونه؟ شوهر باید این مهریه رو بده یا از نظر شرعی مجاز هست که مهریه رو نگه داره به خاطر اینکه زن تمکین بکنه؟ از نظر شرعی شوهر میتواند مشروط، زن هم میتواند، زن میتواند اساسا مشروط بکنه، شرط بکنه در نکاح که من تا زمانی که مهریه رو کاملا در اختیار من قرار ندهید، من خودم رو در اختیار شوهر مثلا قرار نمیدم. اشکال شرعی نداره، باید این حقش هست، باید تحویل بگیره. و در مقابل هم در صورتی که شوهر این حق رو به اصطلاح مال در دستش هست، مهریه رو نداده باشه و زن هنوز تمکین نمی‌کند، میگه من راضی نیستم که با این شوهر به اصطلاح زندگی بکنم، شوهر میتواند این رو مشروط بکند، یعنی که در این مورد خلع بکنند. یعنی وقتی که زن طلاق میخواهد باید با هم دیگر مصالحه بکنند، شوهر طلاق بدهد و در مقابلش زن از اون حق مهریه که دارد باید تنازل بدهد که اسمش هست که خلع هست، یعنی از حق مادی خودش بگذارد در مقابل این که مرد اون را طلاق بدهد. جزاکم الله خیر. نماز اشراق با نماز ضحی فرق دارد؟ نماز اشراق با نماز ضحی تفاوتی رو نداره. نماز اشراق اصل تسمیه شرعی که در این زمین اومده همون صلات ضحی هست یا صلات اوابین، اون چیزی که در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده نماز ضحی، صلات ضحی یا صلات اوابین هست و این نمازی هست که بعد از طلوع آفتاب خوانده می شود، بعد از اشراق خوانده می شود، چون که شروق به معنی طلوع آفتاب هست و برآمدن آفتاب هست. امروزه معمولا میگه نماز اشراق، نماز اشراق یا نماز ضحی یا نماز اوابین، هر دو همهشون یک چیز هستن و تفاوتی نداره و وقتشون بعد از طلوع آفتاب هست. بعد از طلوع آفتاب یعنی بعد از این که قرص خورشید به صورت کامل طلوع می کند و تقریبا 10 یا 15 دقیقه از وقت طلوع می گذرد، این الان وقت خواندن نماز اشراق یا نماز اوابین یا نماز ضحی هست. تمام این موارد یکی هستن، وقتش بعد از طلوع هست، یعنی بعد از این که شما کاملا مطمئن باشید که الان آفتاب برآمده، الان آفتاب برآمده و یک 10 دقیقه یا ربع ساعتی گذشته باشد، الان وقت خواندن نماز اشراق و نماز چاشت و نماز ضحی یا نماز اوابین هست و وقتش تا قبل از زوال هست، وقتش تا قبل از زوال هست. در این فرصت هر کجا که بخونن از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست و تعداد رکعاتش هم مشخص نیست، حداقلش 2 رکعت هست و به اختیار شما هست که 2 رکعت میخونید یا 4 رکعت میخونید یا 8 رکعت میخونید یا بیشتر میخونید. 2 رکعتش هم ثابت از رسول الله
الله صلی الله علیه وسلم. در روایتی اومده از در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در هر روز بر هر مفصل انسان صدقه لازم هست، باید صدقه رو بدهد. و در روایت اومده که ویجزی عن ذلک رکعتان یرکعهما من الضحى، 2 رکعت صلات ضحی که بخواند به این معنی است که شکر تمام وجود خودش را در واقع ادا کرده، یعنی تمام بند و مفاصل خودش را ادا کرده باشه. روایت دیگری هم هست در این زمینه از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم اومده که ایشان میگن اوصانی خلیلی بثلاث، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من 3 مورد توصیه کردن که یک از این توصیه ها این بوده که در هر ماه 3 روز روزه بگیر و رکعتی از ضحی، 2 رکعت نماز ضحی. در این اومده که 2 رکعت نماز ضحی. و توصیه سومش این بوده که و ان اوتر قبل ان انام، این که قبل از خواب وتر رو بخونم. این 3 توصیه بوده. از این روایت معلوم می شود که 2 رکعت نماز ضحی هم ثابت است، حداقلش هم این 2 رکعت است. 4 رکعت هم اومده از روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که یکی از حضرت عایشه سوال کردن کم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی صلات الضحی، که چند رکعت به عنوان صلات ضحی می‌خوندند. ایشون فرمودند که 4 رکعات و یزید ما یشاء، 4 رکعت و هر چی هم که بخواد اضافه می‌کرد، یعنی 4 رکعت هم ثابت هست. و در روایت ام هانی اومده که 8 رکعت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندن. و به اتفاق علما یعنی صلات ضحی اکثر ندارد، اقلش 2 رکعت هست و باقی ماندهش به اختیار شما هست. جزاکم الله خیر. تحصیلات شما کجا بوده؟ سوال است. اینم جز سوالات فقهی هست. تحصیلات حوزوی بنده در مدارس اهل سنت بلوچستان بوده، در مدرسه عین العلوم و حقانیه ایرانشهر و نهایتاً دارالعلوم مکی زاهدان. و تحصیلات دانشگاهی هم در دانشگاه امام محمد ابن سعود بوده که اصلش در ریاض هست. و تحصیلات بعد از آن هم در مقطع ارشد در دانشگاه جامعه اسلامی مدینه منوره. جزاکم الله خیر. انتحاری از نظر شرعی چه حکمی دارن؟ به نظر بنده اون ارزش ندارد و از نظر شرعی جایز نیست که انسان خودش را در واقع به تعبیر ایشون انتحاری انجام بدهد، یعنی اینکه خودش را بکشد. این یک نوع خودکشی هست و خصوصا در مواردی که امکان دارد که در چنین اتفاقاتی مسلمان و کافر هم در واقع با هم کشته بشن. بالفرض اگر امکان داشته باشد که چند کافر کشته میشوند، در کنارش چندین مسلمان کشته میشوند، به هیچ عنوان چنین عملی جایز نیست. کشتن یک برادر مسلمان یا یک چند نفر مسلمان به خاطر اینکه یک نفر یا چند نفر از دشمن کشته میشود به هیچ عنوان جایز نیست و خون این برادران مسلمان بسیار با ارزشتر از این است که در مقابل اینها ما بخوایم که چند برادر مسلمان را فدا بکنیم، به کشتن بدهیم به خاطر اینکه یک نفر کافر در واقع کشته بشه یا به خاطر مسائل تبلیغاتی. درست. جزاکم الله خیر. بنای بعدی گفتن که وقتی که انسان فوت میکند آیا روح جواب میده یا روح به جسم باز میگرده جواب بده؟ در روایت اومده که وقتی که انسان از دنیا میرود روحش به طرف آسمان در واقع پرواز میکند. اگر انسان نیکوکاری بوده این روح بسیار خوشبو هست و حتی فرشتگان این رو احساس میکنند و میگن این انسان کی هست و فرشتگان جواب میدهند که این فلانی فرزند فلانی هست که این بوی خوش از اون به مشام میرسد. و اگر انسان بدی بوده باشد روحش بدبو هست و باز هم سوال اونو وقتی که دیگر فرشتگان سوال میکنند که این چه کسی از اون کسانی که روح رو قبض کردن و به آسمان میبرند، میگویند که این فلانی فرزند فلانی هست، این بدترین نامش رو در واقع ذکر میکنند و نهایتا روح به جسد بازگردانده میشود و از انسان سوال میشود. و بعد از آن وقتی که انسان مسلمان میبیند که در واقع اعمال صالحش در قلب پیرامونش هستند و مطمئن هست که به بهشت میرود، میگه که یا رب اقیم الساعه، پروردگار رو قیامت رو اقامه بکن. یا اگر انسان بدکاری بوده میگه که پروردگار رو قیامت رو برپا نکن. و سوال از روح و جسد هست و حیات برزخی یک حیاتی هست که کاملا متفاوت هست، یعنی نان رو نمیتوانیم که ما با معیارهای حیات دنیوی در واقع مقایسه بکنیم، همه چیزش کاملا متفاوت هست. درست. جزاکم الله خیر.
یعنی برای گفتن که داییشون به نماز اعتقاد نداره و نماز هم نمیخونه و دعوت هم به نخواندن نماز میدهد. ارتباط با این شخص چیه؟ بله، کسی که ایمانی و اعتقادی به نماز نداشته باشد به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت چون این فردی کافر هست. اگر کسی منکر وجوب نماز هست، خودش هم به خاطر انکار وجوب نماز نمیخواند و دیگران را هم منع میکند، چون این شخصی کافر هست، حکم یک فرد کافر را دارد. زنش از اون در واقع جدا هست، نمیتواند که با اون زندگی بکند، باید از هم دیگر جدا بشوند و ازدواج با چنین فردی جایز نیست و اگر که بمیرد نماز جنازه نباید بر اون خوانده بشود و در قبرستان مسلمانان هم نباید دفن بشود. درست. جزاکم الله خیر. 9 دقیقه وقت داریم و 10 تا سال دیگه دم به رارک بخورم. سجده تلاوت به چه صورت؟ سجده تلاوت یک سجده هست بعد از این که انسان به آیات سجده برسد و یک سجده هست فقط، یعنی تکبیر میگید میروید به سجده و تکبیر میگید از سجده بلند میشوید و در سجده تلاوت معروف ترین ذکرش همون سبحان ربی الاعلی هست یا هر ذکر دیگری را که بخوانید هم اشکال نداره و جایز هست. سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، این بخوانید هم اشکال نداره، یا همون ذکر معروفی رو که در نماز میخوانید هم بخوانید باز هم جایز هست، اشکال شرعی نداره. چه در نماز باشید در غیر نماز، وقتی که به سجده رسیدید باید سجده بکنید. درست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که در سوره فرقان آیه 70 گفته کسی که گناه کند توبه کند خداوند گناهش رو میبخشد و در جای دیگه هم در آیه سوره دیگه در آیه 7 تا 8 گفتن که کسی که نیکی کند جزای نیکی و کسی که بدی کند جزای بدی. گفتن آیا توبه کسی که بکنه گناهش تبدیل به نیکی میشه یا این دو تا سوره و دو تا آیه با هم دیگر تضادی رو ندارن. در سوره زلزله الله متعال این مطلب رو بیان کرده که الله متعال عادل هست و به هیچ عنوان بر انسان ظلمی رو روا نمی‌دارد. اگر به اندازه ذره نیکی بکند پاداشش رو خواهد دید و اگر بدی رو هم انجام بدهد در مقابل سزا و مجازات اون رو خواهد دید. این دلالت بر عدل کامل الله متعال و این که الله متعال به هیچ عنوان بر بنده ظلم نمی‌کند. این مطلب اومده که هر عملی رو که شما انجام دادید در روز قیامت مجازات خواهید شد و هر مجازاتی هم که میشید به خاطر اعمالی هست که شما انجام دادید، چه اعمال خیر باشند یا چه اعمال بد. و در سوره فرقان الله متعال در مورد عباد الرحمن مطالبی رو بیان میکنند، کسانی که به الله متعال ایمان دارند و بحث زنا هست که از زنا دوری میکنند و از قتل و بقیه موارد. و در ادامه الله متعال میفرماند که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که اون کسانی که توبه کرده باشند الله متعال هم توبه الا من تاب توبه بکنند، ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام داده باشند، الله متعال سیئات اونها را به حسنات تبدیل میکند، یعنی بدیهای اونها را به نیکی در واقع الله متعال تبدیل میکند. و این تفسیری برخی از مفسرین این گونه تفسیر کردند که الله متعال تمام گناهانی رو که انجام داده اند گناهانشان را تبدیل به نیکی میکند. یعنی دقیقاً گناهی رو که در زمان جاهلیت انجام داده وقتی که مسلمان بشود، در تفسیر برخی از مفسرین این است که با توجه به ظاهر آیه این است که عین همان بدیهایشون در زمان وقتی که مسلمان بشوند تبدیل به نیکی می شود. یعنی هر مقداری گناهی کرده باشند با این شرایط که ایمان بیاورند و توبه بکنند، ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، بدیهای زمان جاهلیت و زمانی که توبه نکرده بودند تبدیل به نیکی میشد. منتها امام المفسرین ابن جریر طبری رحمت الله علیه این تفسیر رو قبول ندارند و میگوید که الله متعال این انسانهایی رو که قبلا انسان بدکاری بودند، بدکاری اونها رو تبدیل به نیکوکاری میکنه، که در زمان قبلی بدکار بودند و کارهای زشت انجام میدادند و الان کارهای خیری رو انجام میدهند و اینو ترجیح دادند و فرمودند که امکان نداره که یک عمل در زمان جاهلیت عین کفر باشه، عین گناه باشه و خود اون عمل در زمانی که اسلام باشه عین ثواب باشه، چون این چیزی امکان نداره. پس بنابراین معنیش این است که الله متعال اون بدکاری اونها رو تبدیل به نیکوکاری خواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. بنابراین برای گفتن کسانی که هستن که نظر میکنن به سر قبر و ذبح میکنن حیوان ها را، خوردن گوشت این حیوان ها خودشان یا بچه‌هایشان شد.
ولی حیواناتی که سر قبرها ذبح میشوند یا سر پیر و زیارت ها در واقع ذبح میشوند، ولو اینکه به نام الله متعال باشه، اینها از نظر شرعی حرام هست، زیرا که به خاطر تقرب به اون مرده هست یا به خاطر نجات و خلاص شدن از شر جن ها هست و هر دو مورد شرک هستند و چنین گوسفندانی در واقع حرام و میته هستند و خوردن از گوشتشون هم جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. حضرت آدم علیه السلام به چه زبانی صحبت میکرد؟ این سوال هم نمیدونم. درست. سبحان الله. بیننده برای گفتن چه کارهایی و چه چیزی انجام بدهیم که بتونیم در وقت جان دادن و وفات لا اله الا الله رو بتونیم بر زبان بیاریم؟ به صورت کلی تمام عباداتی که انسان در واقع انجام میدهد اینها جز نشانه های حسن خاتمه انشاءالله خواهند بود. انسان نیکوکاری بکند، صله رحم را انجام بدهد، پایبند عبادات باشد و خودش این اذکار را در زمان حیات خودش و در زمان عادی همیشه تکرار بکند. انشاءالله که در زمان وفات هم الله متعال این توفیق را به اون خواهد داد و این یک فضیلتی هست و بالفرض اگر مسلمانی با عقیده توحید از دنیا برود و بالفرض نتواند که در آخرین به خاطر مرگ ناگهانی لا اله الا الله را بگوید، باز هم مسلمان هست و عاقبتش به دست الله متعال هست. اگر با ایمان مرده باشد ولو اینکه در آخرین لحظه لا اله الا الله را نگفته باشد، باز هم از اهل بهشت انشاءالله خواهد بود. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بر زبان آوردن الفاظ کفرآمیز در حالت غضب و خشم چه حکمی دارد و گفتن طلاق در حالت غضب چه حکمی دارد؟ به صورت کلی اگر غضب در حالتی هست که انسان به هیچ عنوان کنترل خودش رو در اصل در اختیار ندارد و نمیداند که چی میگوید، این کلمات کفر با گفتن کفر انسان در اون لحظه کافر نمی شود، اما به هر صورت انسان باید توبه بکند. در اون لحظه اگر کفری رو بر زبان انسان خارج شد و بعداً بهش گفتند که جمله کفرآمیزی رو گفتید، باید توبه بکند و از الله متعال طلب مغفرت بکند. و طلاق هم اگر در حالت یک عصبانیت عادی باشه، به اتفاق علما چنین طلاقی واقع می شود. اما اگر در اون حالت شدت غضب باشه که هیچ گونه اختیاری رو نداشته و نمی توانسته تصمیم بگیرد، خیر و شرش رو نمی فهمیده، به تعبیر علما زمین و آسمان رو اصلا دیگر تشخیص نمی داده، در اون صورت طلاق واقع نمی شود. درست. جزاکم الله خیر. برای گفتن که زیر پا قرار دادن نان و خمیر آیا گناه دارد یا نه؟ خود به صورت کلی تمام نعمت‌هایی رو که الله متعال به انسان داده، انسان باید قدر نعمت رو بداند و این که نانی رو یا نعمتی رو انسان زیر پا بندازد یا دور بریزد، این در واقع کفران نعمت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند حتی لقمه‌ای رو که از دست شما میافتد بر روی سفره یا بر روی زمین میافتد، تا جایی که ممکن هست اینو دوباره بردارید، اون مواردی رو که قابل استفاده نیست دور بکنید و موردی رو که اون قسمتی رو قابل استفاده هست از اون استفاده بکنید که نمیدانید که برکت در کدام قسمت است. چه برسد به این که انسانی بخواهد که روزی را اهانت بکند و زیر پای خودش بیاندازد، که این از نظر شرعی کفران نعمت هست و جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. برای گفتن که زنها اگر در محفل زنانه سرشان لچ یا برهنه باشد آیا گناه دارد؟ اگر تنها زن هستند اشکال شرعی ندارد. اگر زن هستند همشون مسلمان هستند و یک جای فسق و فجور نیست، یا یک خودشون چند نفر خانم در یک جای محفلی دارند یا در خونه جمع شدن، اشکال نداره، میتونند که سرشون یا دست پاشون برهنه باشه، گناه نیست و این جزء عورت برای زن شمرده نمیشه در مقابل زنها. درست. و آخرین سوال بیننده گفتن که حضرت عمر رضی الله عنه 20 رکعت وتر خواندن یا تراویح و رسول الله صلی الله علیه و 8 رکعت، آیا این بدعت حساب میشه؟ در روایت اومده که حضرت عمر رضی الله تعالی دستور دادند که 8 رکعت نماز بخونند و همچنین ثابت شده که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعت هم میخوندند و با توجه به اختلافی که در این زمینه وجود دارد، قول جمهور علما این است که هر تعدادی از رکعات که بخوانند جایز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 رکعت میخوندند، منتها با کیفیت خیلی زیادی میخوندند تا نزدیک سحر اینو ادامه میدادند. اگر کسی 8 رکعت بخواند با این کیفیت هم بر سنت عمل کرده و اگر نمیتواند که با اون کیفیت بخواند، یک مقدار کیفیتش رو کمتر بکند و کمیتش رو بیشتر بکند، باز هم اشکال شرعی ندارد و از نظر شرعی جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تموم شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.